عرض سلام و ادب خدمتی همه شما هموطنان، همدیوران و برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم. امیدوارم که تن صحت سلامت باشید. ما امروز تصمیم گرفتیم در پخش مستقیم در حضور شما قرار بگیریم و انشالله امیدوارم که تا چند ساعت اخیر بتوانیم یک پخش مستقیم داشته باشیم. البته همه روزه ما پیش از برنامه یک نوار مقدمه میگذاشتم تا اینی که ما و شما بتوانیم چندین نفر را جلب کنیم به برنامه و بیننده و سپس برنامه را آغاز کنیم. و از سبب اونی که برنامه های ما در آغاز قیچی کردنش کمک مشکل تر می شود، از این سبب ما تصمیم گرفتیم که یک بار وارد برنامه شویم و یگان نواری پیش از آغاز برنامه نداشته باشیم. بعد همین خاطر از همه شما برای این عذر میپرسیم و امیدوارم که انشاءالله بتوانیم با کمک یک دیگر برنامه را پیش ببریم. برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم، همینطوری که شما از اسم برنامه میبینین، امروز ما در موضوع مهاجرتی مهنتی صحبت خواهیم کرد و حالت مهاجران تاجیک را بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که چه کمک ها و چه فایده ها و چه منفعت های خواهیم آورد برای پیشگیری زوراوری و پیشگیری اذیت کشی مهاجران تاجیک که اذیت نکشند در آینده. دوستان و هموطنان عزیز و گرامی، ما و شما میدونیم که ملت تاجیک و مردم تاجیکستان طی 3 دهه می شود به مهاجرت مهنتی به فدراسیون روسیه سفر میکنند و در اون کشور کار و فعالیت و زندگی میکنند و از این طریق رزق روزی خود را پیدا میکنند و به کشور خود و به همسر و فرزندان خود، پدر و مادر خود و خویش اقربای خود مبلغی میفرستند. این حالت هر سال با وضعیتی که در روسیه قرار دارد تغییر پیدا میکند، روز تا روز یا به سوی بهتر به سوی بدتر همینطور روانه می شود و سبب های مشکلات هایی که مهاجرای مهنتی بیشتر و بیشتر میشن و حالت های ناگواری رخ میدهد. وضع مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه تغییر مییابد و یا به سوی بدتر و به سوی بهتر می رود. از این سبب ما و شما چند ده ساله اخیر را نگاه میکنیم و میبینیم که حالت مهاجران مهنتی چی فرقی میکنند و چه حالت قرار دارند. اگر ما نظر کنیم به چند سالهای اخیر که وقتی که در جنگ شهروندی تاجیکستان تمام شد و کشوری ما و شما از لحاظ اقتصادی رو به پایان بود و ما توانایی کار کردن و توانایی رزق روزی را پیدا کردن در داخل وطن خود در تاجیکستان نداشتیم، رو آوردیم به سفر کردن به کشور فدراسیون روسیه و دیگر کشورهای همسایه و اون کشورها که توانایی پیشنهاد جای کار رو برای ما داشتن. البته بیشتری مهاجران مهنتی و مردم تاجیکستان سفر کردن به فدراسیون روسیه، زیرا بعد از پراکنده شوی شوروی مردم ما لااقل کمی با زبان روسی یعنی می توانستن صحبت کنند، دانش زبان روسی را داشتن، با فرهنگ روسیه کم و بیش با خبر بدن از طریق رسانه ها و از طریق زبان آموزی که در کشور ما رخ میداد و از طریق این کشور شوروی که تقریبا 70 سال در کشور ما حکومت میکرد. اینا مردم ما با کشور فدراسیون روسیه بیشتر سفر کردن و مهاجران مهنتی در این کشور زیاد شد. از اولی کار وقتی مهاجران مهنتی ما با فدراسیون روسیه سفر کردن در این کشور، وضعیت آنها بهتر بود. البته اون زمان فدراسیون روسیه خودش در یک کشور مافیایی بود و فساد در اوج بود و البته حالتهای ناگواری قرار داشت، ولی به هر صورت احترام مهاجران مهنتی از جانب مردم روسیه خوبتر بود، بهتر بود، وضعیت اونقدر بد نبود، شرایط زندگی و کار فعالیت چند برابر بهتر بود. من وقتی که سال 2008 به فدراسیون روسیه سفر کردم و می دیدم که مهاجران مهنتی ما به کارهای خیلی پسترین در اون منطقه دست میزنن و ما میبینیم که مثلا آذربایجانی ها، داغستان ها و گروزین ها و یا دیگر ملت هایی که در فدراسیون روسیه هستند به کارهای بهتری دست میزنند و
مهاجران مهنتی ما متاسفانه به کارهای دست میزنن که اون کارها البته رزق روزی را پیدا میکنند، ولی صفت کاری اون کارها آبرو و شأن یک ملت را پایان میبرد. من تقریبا 2-3 ماه در بازار چرکیز کار کردم و از کسانی که در اونجا کار میکردن سوال جواب کردم و پرسیدم. البته بیشتری بزرگانی که در اونجا چند سالها کار میکردن، کلان سالها، گفتن که اشتباهی اصلی مهاجران مهنتی تاجیکستان در این بود که وقتی که باری اول به فدراسیون روسیه آمدن با همین کارهایی که عین حال ما داریم انجام میدیم دست زدن. یعنی وقتی که آذربایجان ها آمدن اونها رفتن به سوی بازار و سودا و کارهای تجاری، ولی مهاجران مهنتی ما آمدن به کار رفت و چوب و عرابه کشی و تمیز کردن دیگر خانه ها و به این کارها. یعنی سبب اصلی و مشکل اصلی مهاجران مهنتی آغاز اینها از همون تصمیم بزرگسالان ما بود که در قدم اول وقتی که وارد فدراسیون روسیه شدن یک کار، یک تخصص درست را در کشور فدراسیون روسیه برای خود انتخاب نکردن و از اینجا مشکلات اصلی مهاجران مهنتی ما سرچشمه میگیرد. سرچشمه مشکلات مهنتی مهاجران ما از امروز دیروز نیست، بلکه از همان روزی است که مردم ما، کلانسالان ما سال 1997 وقتی که جنگ تمام شد تا سال 2000 وقتی به فدراسیون روسیه سفر کردن، آن زمان این تخصص هایی که عین حال متاسفانه صفت چون پایانتر است و آبرو را پایان میبرد این را انتخاب کردن و در این تخصص ها رو به کار آوردن و کار کردن. این باعث گشت که امروز مهاجران مهنتی ما چیکار کنن؟ پسترین کارها را در فدراسیون روسیه انجام بدهند. و اگر که امروز یک مهاجر مهنتی میخواهد به تجارت رو بیارد و کارهای تجاری کند، ما میبینیم که از فدراسیون روسیه او را چیکار میکنند؟ معنیش میکنند. همین طوری که در فدراسیون روسیه امروز در بیشتری جایهاش قانون است که یک کسی که شهروند روسیه نداشته باشد حق سودا کردن رو در بازارها ندارد. این به چی معناست؟ به معنای آن است که تاجیک حق سودا کردن رو در فدراسیون روسیه ندارد. ما یک نمونه مثال آشکار رو بزنیم که رحیم غرمی یک از تاجران موفق تاجیک است که در فدراسیون روسیه مرکزهای سودا دارد و واقعا توانست سرمایه خود را در این کشور خیلی هنگفته کند و که فعالیت کند. ما دیدیم که او را چند سال پیش از فدراسیون روسیه دیپورت کردن یا که مجبورا اخراجش کردن و ده ها نمونه های مثال دیگر موجود است که متاسفانه تاجیکی که میخواهد از همون شغلی که قبلا پدران در سال 1997 تا 2000 تا 2003 و 4 اومدن انتخاب کردن، اگر بالاتر برود برای اوش کار میکنن، یک پایه میگذارن و یک کاری میکنن که این انسان کارش را از دست بدهد، در بازار سودا کردن نتواند، پول به دست آوردن نتواند و فقط باید مهاجری تاجیکستانی باید کارش کار باشد، رفت و شوب باشد، تمیز کردن باشد، عرابه کشی کردن باشد، کارش ساختمان باشد و یا زیر دست ارمنی و آذربایجان و دیگر ملت کار کردن باشد و هیچ وقت تاجیک نباید سر خود را بالاتر نگاه بدارد. البته این مشکل اصلی را ما در اون نقطه دیدیم که نقطه اول این کلانسال‌های ما بودن که در روز اول آمدن به فدراسیون روسیه شغل نادرست را برای خود انتخاب کردن. اگر اون زمان شغل درست‌تر انتخاب میشد، امروز مهاجری مهنتی تاجیک به این درجه نمیرسید، به این سطح نمیرسید و مشکلات مردم ما به این طور نمی اومد، به این درجه نمی اومد، نمیرسید. اما مشکل دیگری وجود دارد که این مشکل کسانی که از حقوق ما و شما دفاع میکنن مشکلی اصلیش این است، اینجاست. یعنی ما اگر که نگاه کنیم در توی 10 سالهای اخیر متاسفانه هر کسی که به مهاجران مهنتی تاجیکستان دستی یوری دراز میکند دست او رو کلته میکند و هر کسی که میخواهد تاجیک و تاجیکستانی، مهاجر تاجیکستانی کمک کامیابی پیدا کند، ظفر پیدا کند، آبرو داشته باشد، حیثیت داشته باشد، شخصیت داشته باشد، او را چکار میکنن؟ از همون مرتبه و مقامی که دارد دور میکنن و نمیگذارن که به تاجیک یاری بدهد. حتی اشخاصی
که شهروند تاجیکستان نیستند و میخواهند برای مهاجران مهنتی تاجیکستان که در حالتهای ناگوار قرار دارند کمک کنند، با آنها را هم چکار میکنند؟ فشار میارن، ضرر میارن و کوشش میکنن که اون نفر به مهاجران مهنتی کمک نکنه. یک تشکیلات بود به نام ممریال، اگر اشتباه نکنم، یکی از نمایندگان همین تشکیلات شهروند فدراسیون روسیه بود و اما ساکن ازبکستان بود. اون انسان بسیار که خودش به نظرم اگر اشتباه نکنم تاجیک سمرقند و بخارا بود و یا اینکه شاید هم ملتش ازبک باشد، از دقیق نمیدونم، اما او انسان خیلی تلاش و کوشش میکرد همیشه به مهاجران مهنتی کمک کند، چی از ازبکستان و چه از تاجیکستان. آخران وقت را چیکار کردن؟ به جرم تروریسم و ده ها بحران دیگر بردن زندان کردن. و همینطور اگر که ما به داخل تاجیکستان نگاه کنیم، ببینیم که از تاجیکستان چه نفران خواستند برای مهاجر مهنتی تاجیک کمک برسانند. ما ده ها نمونه مثال داریم که واقعا اگر که نظر کنیم به سال 2008 تا سال 2012 مثلا کرامت شریپوف حامی مهاجران مهنتی تاجیکستان واقعا در فدراسیون روسیه برای پیشگیری همین زورآوری بسیار تلاش میکرد، کوشش میکرد، به بازارها میرفت. من خودم چند مدت با همین اکای کرامت شریپوف خداوند رحمت و مغفرتش کند نزدیک بودم با ایشان، با ادارهش میرفتم، کمکش میکردم، قطعش دوست رفیق نزدیک بودم، همکاری میکردم در بیشتر جهت و قطعش. بیشتر از من خواست که من که بیشتر بازار میروم، میایم با بازار همکاری میکنم. همین روزنامه های گالوس میگرانت یک چی داشت، روزنامه داشت، همین روزنامه را در بازارها من تقسیم کنم. وقتی که من همین روزنامه گالوس میگرانت هم رفتم در بازار صدو، در بازار لوبلینا و در این بازارها تقسیم میکردم، با یک حادثه ناگوار روبرو شدم که این حادثه واقعا یک حادثه بود که من واقعا اون زمان درک کردم که هیچ انسانی نمیخواهد یک تاجیک، مخصوصا همین چی آذربایجانی باشد، چی ایوری باشد، هر ملت دیگه باشد، نمیخواهد که یک تاجیک آبرو، ناموس و حفظ و شخصیت داشته باشد. وقتی که من همین روزنامه را تقسیم میکردم با مهاجران مهنتی، متاسفانه همین مهاجران مهنتی خودمون که از حکومت طرفداری میکنن که با کرامت شریپوف چی بودن، مخالف بودن، رفتن در همون صاحبای بازار به اصطلاح کوچگی بوزه کردن یا اینکه ما را فروختن و این صاحبای بازار آمدن مرا با کمک پلیس دستگیر کردن و یک به یک اداره بردن که در اون اداره گفتن که شما چی مشکل دارد که این روزنامه رو در اینجا تقسیم میکنه. من گفتم این روزنامه ای است که از حال مردم تاجیک صحبت میکند و مردم تاجیک را تفکرشون میسازد و از وضعیت یک دیگر با خبر میکند و در اینجا هیچ بابتی درباره بازار شما و تنقید بازار شما اصلا ذکر نشده است و حالتی که شما میبینید، شما میتونید با زبان روسی هم هست این رو بخونید و با زبان تاجیکی هم هست. اگر شما زبان تاجیکی رو بدونید میتونید این رو مشاهده کنید و بخونید و ببینید که در مورد بازار شما حرف زده نشده است. فقط اینجا درباره وضع مهاجر تاجیک صحبت کرده شده است و حالت مهاجران را بررسی کردن و میخواهیم که مهاجران مهنتی تاجیکستان کمک با اندیشه، با تفکر و با دانشی که حالت یک دیگرش در چی وضع است با خبر باشن و از این طریق کار فعالیت کنن و زندگیشون رو پیش ببرن. اینها من تقریبا 3 تا 5 ساعت نگاه داشتن در این بازار و برای من آگاهی هم دادن که این بار مرا باز میکنن. تمام روزنامه، فکر کنم زیاده از 500 روزنامه در دست من بود، تمام روزنامه رو از دست من گرفتن و گفتن که اگر بار دیگر این کار که من انجام میدم، اگر من رو دستگیری کنن، از من شکایت میکنن و من رو زندان میکنن و این چنین کارها. خب ما میبینیم که حتی در داخل همین بازار لوبلینا که این عین حال زیادی مهاجران مهنتی در اونجا با عربه کشی یا که با کارهای تمیزی و این کارها مشغولن. البته با سودا کمتری مهاجران مشغولن، اما بیشترش با کارهای زحمتی و فیزیکی که در اونجا انجام داده میشه و مشغولن. صاحبان همین بازار نمیگذارند که یک مهاجر مهنتی توانایی فکری داشته باشد و از همون دایره بازار بیرونتر چکار کند، دانش داشته باشد. همون زمانی که ما این روزنامه را تقسیم میکردیم، در همون زمان در همین بازار لوبلینا برای یک مهاجر مهنتی 15,000 برای کار درآمدن فقط باید میسپرید برای همون صاحبانی بازار. برای عربه کشی کردن
باید 15000 روبل میسپریدی. اون زمان 15000 روبل زیاده از $400 میشید که تو $400 میسپری و عین حال $400 در روسیه به نظرم اشتباه نکنم 40000 روبل است یا 50000 روبل. تو همین $400 میسپری، بعد به عربه کشی یعنی به غلامی چیکار میکنی؟ به غلامی تو را قبول میکنن. یعنی این حالت واقعا کسانی که کمک تفکر داشتن، اندیشه داشتن، به حد درد میکرد، به حد رنج میکشیدیم. ما میخواستیم که حالت ماجرا تغییر بیابه. بر اساس همین ما با اکای کرامت اگر اشتباه نکنم تقریبا من هر هفته با اداره ایشان میرفتم، گاهی موضوع سیاسی میشد، گاهی دیگر عمومی اجتماعی. در همون اداره ها اکای کرامت هر هفته 2 روز مردم رو میپذیرفتن، قبول میکردن، صحبت میکردن، با اونها فکر میدادن، اندیشه میدادن. حتی باری شد که سال 2000 اگر اشتباه نکنم الکی 14 15 اکای کرامت نشد دیگر خودش به همین بازار اومد و به این بازارها با صاحبای این بازار درگیر شد، جنگ و دعواشون شد که شما مهاجرای مهنتی را حقشون رو میخورید و شما اینها را ظلم میکنید، سیستم میکنید. و این باعث گشت که اکای کرامت شریپوف رو از تاجیکستان بالاش توجه کنن و زیاد فشار بیارن که از مهاجران مهنتی دفاع نکند. و بالاخره اکای کرامت را چیکار کردن؟ از فدراسیون روسیه پاسپورتش را باطل کردن. خود روسا با کمک حکومت تاجیکستان این را باطل کردن و به تاجیکستان دیپورتاسیون کردن. و متاسفانه اکای کرامت شریپوف بعد از چند مدت با همون رنج و دردی که در تاجیکستان بالاش آوردن، حالا یک تعداد انسان ها به این عقیده هستند که او را زهر دادن، یک تعداد انسان ها به این عقیده هستند که خب با همون بیماری که خود داشت با اون از دنیا گذشت. ولی به هر حال خداوند رحمتش کنه اکای کرامت شریپوف با این قدر زحمت های کشیدن ایشان از دنیا درگذشتن و جای کرامت شریپوف رو در فدراسیون روسیه حامی حقوق عزت امان به دوش گرفت و ایشان واقعا در چند سال اخیر توانستند خیلی کمک زیادی به مهاجران مهنتی کنند و مخصوصا در دوران کووید 19 یا این کرونا ویروس که سال 2019 برآمد، اکای عزت امان واقعا یک بسیار برنامه خوبی را راه اندازی کردن که کمک با تمامی مهاجران مهنتی چی از تاجیکستان و ازبکستان هر قسمت پول جمع میکردن و کوشش میکردن که این مهاجران مهنتی را نوابسته از اون که حتی خودشون کرونا ویروس هم شده بودن در اداره خود میشتن و به مهاجران مهنتی کمک میرسوندن. این حالت واقعا به یک حالتی بود که مهاجر مهنتی تاجیک یک امید پیدا کرد که بعد از درگذشت اکای کرامت یا بعد از دیپورتاسیون اکای کرامت شریپوف بازم در فدراسیون روسیه یک انسان پیدا شد که از حقوق مهاجر مهنتی تاجیک دفاع میکند و کمک میکند که مهاجر مهنتی تاجیک چیکار کند؟ توانایی زندگی خوشبختانه و آسایشته را و امن را در فدراسیون روسیه داشته باشد. ما هزارها نوار داریم در همین کانال خودمون هم در دیگر کانال ها که حتی اگر در کانال خود عزت امان وارد شوید در یوتیوبش تو حال هست و شما میبینید که اکای عزت امان واقعا توانایی فکریشون و توانایی همون رسانیدن حقوقی، کمک حقوقی به مردم خیلی بالا بود و علمی خیلی خوبی داشتن و توانستن که از همه دیدگاهی به مردم کمک کنن و حتی از نزدیکان من هم توانستن همون دیپورتاسیون که اجباری غیر قانونی مردم رو در فدراسیون روسیه دیپورتاسیون میکنن اونها را حمایت کنن، وکیل اونها شدن و توانستن این دیپورتاسیون اونها را باطل کنن و اونها در فدراسیون روسیه باقی بمونن. یعنی اکای عزت امان نه تنها کمک مالی و کمک از یک جا میگیره به یک جا میرسون، بلکه کمک های حقوقی هم میرسوندن و در اداره اش میدیدین که هر روز میشیشتن ساعت ها برای شما در سوالهای شما از بابت سوالهای حقوقی شما که اگر شما به قیدگیریتون و کدام اسنادتون پتنتتون چیتون تمام شده است و چه کارهایی باید انجام بدید برای شما کمک میکردن. و علاوه بر این همونطوری که ذکر کردم کمک مالی و هر مهاجر مهنتی و هر جایی در عذاب میزد و یک مهاجر مهنتی که در میگذشت میدیدیم که در مسجد پرسپک میرفتن میشیشتن پول جمع میکردن و همین مردها را به تاجیکستان جسدها را به تاجیکستان روان میکردن و کمکی خودشون میرسوندن. اما دیدیم که سال 2022 21 22 اشتباه نکنم اکای عزت امان هم با همین حالت کرامت شریپوف گرفتار شد. اکای عزت امان از جانب پلیس دستگیر کرده شد و به راههای غیر قانونی
به تاجیکستان برده شد. حالا مشخص نیست که ایزد امان رو در سرش خوبچه کشیدن، دزدیدن بردن، یگان داروی خوب کننده زدن در دستش، در به اصطلاح در امو بagaژ یا در امو جای برهای هواپیما گرفتن به تاجیکستان بردن. هیچ معین مشخص نیست، ولی یک وقتی اکا ایزد امان پدید شد و ما فهمیدیم که اکا ایزد امان در تاجیکستان است. خب بعد از اون یک پرونده گویا قلابی نسبتش باز کردن که گویا 200 و چند سومونی رو به کسی نسپرده است و بر عوض 200 و چند سومونی او رو به 7 سال یا 9 سال زندان کردن اشتباه نکنم. بعد از اونه که در قانون‌های تاجیکستان موجود است که اگر شما قرضدار باشید، قرض رو پرداخت کنید، شما را از محبس آزاد میکنن و حقی ندارن که بر اساس مالی کسی رو زندان کنن زمانی که شما آماده ای پرداخت همون مبلغ ها باشد و مبلغ ها را در جاش بسپاره. حتی مهاجران مهنتی در همون زمان از اکا ایزد امان دفاع کردن و گفتن که ما آماده ایم تا چند میلیونی که اکا ایزد امان قرضدار است، بدهکار است، اگر حکومت این چیز رو میخواهد ما جمع آوری کنیم و بدیم و اکا ایزد امان را از زندان آزاد کنیم. ولی حکومت امامعلی رحمانوف این چیز رو نپذیرفت و ایزد امان رو از زندان آزاد نکرد. علاوه بر این بعد از چند مدتی که اکا ایزد امان در زندان نشسته بود، دوباره نسبتش پرونده باز کردن و او رو باز هم چند سال دیگه علاوه کردن و تعداد سالی اکا ایزد امان 15 سال شد. چرا پرونده دیگری باز کردن؟ شما ببینید همونطوری که من در جمله قبلی ذکر کردم، وقتی که در با عوضی پول اقتصادی شما را زندان میکنند، شما در عوض پرداخت کردن همون مبلغ شما از زندان آزاد میشوید. بر اساس همین اینها نمیخواستند که ایزد امان از زندان آزاد شود و ایرش کار کردن با بهانه های گوناگون، با کودکس های جنایی گوناگون باز هم بالاش علاوه کردن و 15 سالش کردن که توانایی برآمدن رو در کوتاه‌ترین فرصت نداشته باشد. خب این حامی حقوقی بود که این کار نسبتش صورت گرفت. حالا ما میبینیم که حامیای حقوقی دیگری بودند به مانند کریم جان یارو و دههای دیگری که در علاهیدگی به مهاجران مهنتی کمک میکردن، اگرچه تواناییشو در اون سطح اکای کارآمد و ایزد امان نبود، ولی حالا ما میبینیم که اونها هم با بهانه‌های گوناگون نسبتشون پرونده باز کردن و دستگیر شو کردن یا اینکه فرار شو دادن، از هر کجای به جای دیگه گریختن رفتن. ما میبینیم که مشکلی اصلی تاجیکو در اینجاست که یعنی کسی که دستی کمک و یاری دراز میکند اون بریده میشود. این مشکلی کسی که دستی مهاجر را میبرد، کمک کننده مهاجر را میبرد، در اونجاست. یعنی حکومت امروزه تاجیکستان با همکاری فدراسیون روسیه. فکر نکنید که فدراسیون روسیه تنها دستی اون کسانی را قطع میکند که با مهاجر مهنتی کمک میرساند. این طور نیست. قضیه ایزد امان رو در کرامت شریف و ایزد امان رو که من در اینجا طول تقریبا 20 دقیقه میشه برای شما میگم، این به خاطر اون چیزی نیست که من فقط گفتم گذاشتم، به خاطر اون چیزی است که ما بدانیم که مشکل اصلی که کسی میخواهد مهاجر مهنتی رو کمک کند دستش قطع کنند در کجاست. چرا مهاجر مهنتی به اینجا میان میرسد؟ چرا حالت مهاجر میاد هزارها نفر میان، ده ها نفر در زندان، ده ها نفر در فلان ترک برده زندان میکنن و هیچ امیدی برای آینده تاجیک نیست؟ فکر کنید که اگر که یک مهاجر مهنتی امید داشته باشد، میرد دست به خودکشی میزند، دست به ترک میزند، دست به فلان بسمدان میزند. این کارها هیچ وقت صورت نمیگیرد در حالتی که یک مهاجر مهنتی امید آینده داشته باشد، امید داشته باشد که شما ببینید، امید داشته باشد که فردا میتواند یک زندگی خوبی در اینجا به دست بیارد و بهتر کند. ببین همون انسانی که چند روز پیش در زندان، یک مهاجر مهنتی که چند هفته پس از زندان به نظرم آزاد میشد است، علاوه بر همه این کاراش کار کرده است، رفته است به خاطری که اونها قرآن و نماز و این چیزها رو از دست اونها میگیرن و مسلمانانی داخل زندان ظلم میکنن، اونها را گروگان گرفتن و نسبت اونها زورآوری کردن و یا شاید کسی را قتل کردن و آخر حکومت روسیه اونها را قتل کرد.
همین انسان اگر امید می داشت که مثلا یک هفته پس یا 2 هفته پس وقتی که از زندان آزاد می شود با حالت دیگری مواجه می شود که بهتر، روزگار بهتری براش در نظر گرفته شده است، فکر میکند با این کار دست میزد؟ هرگز دست نمیزد، طاقت میکرد، صبر میکرد. خب میگفت که دیگر 1 هفته 2 هفته دیگر مونده است و من بعد از برآمدن به آزادی در آزادی زندگی میکنم و زندگیم بهتر و وضعیتم بهتر میشد. اما این حالت به میان نآمد و سببش معین مشخص است که امید برای آینده نداشت و میدانست که اگر از زندان آزاد شود باز هم به همون روزگاری بدتر از زندان روبرو می شود که در بیرون هم میگویند برایش که ریش نمان، در بیرون هم برایش میگویند که زنت باید حجاب نداشته باشد، فرزندت مسجد باید نرود و ده ها مشکلات دیگر و تو باید تنها چیکار کنی؟ بروی در بازار لوبلین و عربه بکشی، در بازار صدوات باید برای او برکه یا اینکه اشغال برداری و با این کارها باید دست بزنی. با کارهای بهتر حق کار کردن رو نداری و توانایی چون این کارم نداری. یعنی مهاجر مهنتی با چنین مشکل ها روبرو می شود. اما در چند روز اخیر ما میبینیم که مخصوصا در سال 2024 حالت مهاجران مهنتی در فدراسیون مهاجران مهنتی تاجیکستان و ازبکستان در فدراسیون روسیه واقعا یک سطح دیگری گرفت. در این طول 1 سال اخر واقعا ما میبینیم که مهاجر مهنتی الکی تمامی صلاحیت هاش از دست داده است، آبرو، شأن و شرف و شخصیت و همه را از دست داده است. امروز حیات و ممات یک مهاجر مهنتی در فدراسیون روسیه در امن نیست، در خطر است. ببینید امروز در قد کوچه وقتی شما در فدراسیون روسیه قدم میزنید حیات شما، زندگی شما در خطر است. من حتی با بعضی از سوداگرانی که حتی تاجرن، حالا من با یک کسی که در راه جارو میروید یا یک عربکش حرف نمیزنم، با کسی که با تجارت مشغول است، میگویند که ما در بازارهای خود، در مغازه‌های خود با چنین حالت‌های روبرو میشویم که میآیند میگویند از این مغازه‌ها خرید نکنید زیرا اینها تاجیکن و تروریستن. ببینید در داخلی حتی با سوداگرانی که بزرگ سودا میکنن، همین فاشیست ها میآیند میگویند که شما چیکار کنید؟ از این مغازه های تاجیک ها خرید نکنید چون اینها تروریستن و اینها به قتل عام مردم روسیه دست دارند. این حالت رو من از زبان خودم نمیگویم، این حالت از زبان کسانی است که در بازارها سودا میکنند. شما برید بپرسید از بیشتری آنها، مغازه دارن، جای سودا دارن، کار میکنن، سالها در روز زحمت کشیدن، شهروند فدراسیون روسیه هستند، ولی مشکل و گناه آنها در تاجیک تولد شدنشان است، از تاجیکستان بودن و یا از ازبکستان بودنشان است. وقتی که تو از تاجیکستانی، از ازبکستانی، برای تو این مشکلات را چکار میکنن؟ گرفتار میکنن. یعنی حالتی امروزه تاجیک تو اون درجه اومده رسیده است که تو را در همه جا به تروریست گفته تهمت میزنن، تنقیدت میکنن، تحقیرت میکنن، خاموشی را اختیار میکنی نیستی. علاوه بر ضمن همین مشکلات ها باز از جانب پلیس همین کشور دستگیر میشوی، میبرند به اداره پلیس، نو بسته از اونی که شهروندی، پتن داری، پراپیسکا داری، همه قانون رو داری، ترا دستگیر میکنن، میبرند در اداره پلیس، لاتوکوبت میکنن، چند روز نگاهت میدارن، اخیر دیپارتاسیون میکنن، پاسپورت انولی رو میکنن، روان میکنن، میره تاجیکستان. فقط در یک حالت رهایی داری که باید قبول کنی که تو آماده ای همچون یک چوبی که در داخلی همون پیچکه‌ای که علاوش میکنن بسوزه، همچون یک چوب برای جنگ از جانب روسیه به اوکراین روان کرده شوی، برای در اوکراین در همون جنگ همچون چوب بسوزی، آتش بشه، کشته شوی، ولی اینها چیکار کنن؟ در امن امان زندگی کنن. حالتی امروزه مهاجر مهنتی تاجیک این است. شما دانسته بگیرید که اگر امروز ما و شما توانایی دفاع کردن از خودمون نداشته باشیم و بر نگردیم وطن خودمون رو نسازیم، مطمئن باشید که فردا بدتر می شود. همین طوری که عزت امان رو دفاع نکردیم، همین طوری که کرامت شریف رو دفاع نکردیم، قدرشون ندونستیم، پاهای آنها رو بوسه نکردیم، به اینجا اومدیم رسیدیم، فردا همین حالت به هر مهاجر مهنتی که امروز در فدراسیون روسیه از حقوق شما دفاع میکنند، اگر
در کنارش نایستادیم، دست او را نگرفتیم، اون مطمئن نشد که فردا حالتش به حالت عزت امان کرامت شریف روبرو نمیشود، مطمئن باشه که بدتر و بدتر میشود. ما امروز میبینیم که ده ها مهاجر مهنتی از جانب همین پلیس اجباراً گرفته میشن، مجبور به جنگ اوکراین روان کرده میشوند. کی همین امروز دفاع کرده میتواند از حق اینا؟ چرا قرغیزها، حکومت قرغیزها قانون قبول میکنند که مهاجر مهنتی قرغیز، شهروند قرغیزستان حق در جنگ اوکراین اشتراکی در جنگ اوکراین رو ندارد، حق جنگ ندارد، حق اشتراک ندارد، ولی تاجیکستان این کار رو نمیکند. ما دیدیم که وقتی یک شهروند قرغیزستان در جنگ اوکراین رفت اشتراک از جانب روسیه، وقتی به قرغیزستان برگشت نسبتش پرونده جنایی باز کردن و او را به جوابگری کشیدن، بردن زندانش کردن که در جنگی کشورهای بیگانه رفته اشتراک کردی. اما در داخل وطن ما، در داخل تاجیکستان، حکومت ما در گوشاش پخته زده است، در دهنش سکوچ زده است و هیچ جا در چشمش عینک سیاه زده است و هیچ جا را نگاه نمی‌کند و هیچ جا را نمی‌بیند و نمی‌شنود. و مهاجر مهنتی تاجیکستان در بدترین حالت گرفتار شده است. همون حادثه ای که یک خانواده تاجیک وقتی که فرزندشان رو، بچی را میبردن به جنگ اوکراین میبردن، گریه و فیغان و دادوای میکرد، همون حادثه را شما ندیدید؟ همون حادثه فردا سر شما میاد. امروز تنها به خاطر کسانی که شهروندای روسیه رو گرفتن اونها را اجبار نمیکنن، هر مهاجر مهنتی را که میقپن او را میگن که اگر بخوای که در این فدراسیون روسیه مونی، در عوض پول باید برای از جانب روس‌ها بجنگی، اگر نجنگی عمر برباد از اینجا دیپورتاسیون میکنیم. یا اینه که در حوض بر یک عملی تروریستی میره زندان میشه. هزارها زندان‌های روسیه که در اونجا تاجیکان نشستن به این حالت گرفتارن. هر روز اونها را چیکار میکنن؟ میان مغزشویی میکنن، نسبتشون برنامه کشیدن، ده ها دروغ و بهتان در عوض پول بیاید در جنگ اوکراین اشتراک کنید و برای شما ما آزادی میتیم، برای شما ما پول میتیم، برای شما ما حیثیت میتیم. در حالی که همچون چوبی که آتش میسوزید در جنگ اوکراین شما رو استفاده میکنن. چند تابوت تاجیکستانی در همین جنگی که برای ملت تاجیک نیست، برای تاجیکستانی نیست، برای منفعت دین و ناموس ایمان شما نیست، برده به تاجیکستان گور کردن. چند فرزند تاجیکستان در همینجا کشته شد. حتی قدری همین تلفاتی که خودی همینا میتن، قدر همینا را نمیدونن. همین زندانی های روسیه که حتی رفتن از جانب فدراسیون روسیه در همین جنگیدن، در کجا قرار گرفتن؟ وقتی که قبرستانی همین جنگجوی زندانی در فدراسیون روسیه از جانب روسا چیکار کرده شد؟ کاملا رفته شد، همه قبر پرشون از بین برده شد. هیچ قبر در اونجا باقی نماند بعد از چند ماه اخر. حتی به زندانی های خودشان که میروند میجنگن اینو احترام قائل نیستن به تاجیک خودت که در داخل زندانی به خود احترام قائل میشوند و یا خودت رو جواب میتن که بر بگردید به تاجیکستان بیرین. آیا فکر میکنید همین حادثه هایی که عین حال رخ میده در فدراسیون روسیه، در داخل زندان، در بیرون، همین حالت ها فکر میکنید همین خیلی تصادفی یک تاجیک رو مغزشویی میکنن، همین تاجیک میاد به همین حالت ها دست میزند؟ چه کار سبب میشود که یک تاجیک دست به تروریستی میزند؟ چه حالت هایی به میان میآید که این تاجیک دست به چنین کارها میزند؟ فکر میکنید که خودتون رو تصور کنید که به یگان کاری که برای شما فشار نیاد، ظلم نباشد، کار شما ساز باشد و زندگیتون پیش باشد، شما با یگان راه غیر قانونی دست میزنید؟ شما میرید جان خودتون رو در خطر میگذارید و شما میرید در جنگ کشور فدراسیون روسیه در اوکراین میجنگید، خودتون رو همچون چوب در آتش میپرتوید. آخه وقتی که شما یک جا میدونید چاه هست، شما داخلی چاه کی نمیروید. بر اساس همی برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم، امروز حالتی است که ما و شما برای اون حالت باید فکر کنیم، اندیشه کنیم، باید کار کنیم، برنامه ریزی کنیم، حکومت را مجبور کنیم که چیکار کند؟ برنامه بسازد، جای کاری بسازد. من همین امروز وقتی که همین برنامه رو بررسی میکردم و تحلیل میکردم و خواستم پیش از برنامه آمادگی ببینم، با یک اخبار در تلویزیونی نسته شوری من روبرو شدم که در اونجا
میگوید که قرقیزها، حکومت قرقیزستان برای بهتر ساختن وضعیت کاری و جایهای کاری در کشور خود 100,000 جای کاری ساختن که وقتی که فدراسیون روسیه مهاجران قرقیز را دپارتاسیون میکند و آنها برمیگردن به قرقیزستان به جای کار تامین شود، بیکار نمونن. وقتی که قرقیز در روسیه دپارتاسیون می شود اندوهگین نمی شود، چون میداند که در اونجا برای از جای کار ساختن و آموده است که برای در اونجا کار کند. اما در تاجیکستان چی؟ در تاجیکستان کسی برای تو جای کار تامین میکند؟ کسی برای تو جای کار ساخته است؟ من همین برنامه را از تلویزیون نستیاش ورمیا برای شما پیشکش میکنم. همین برنامه را به زبان روسی است، اگر دوستان زبان روسی رو ندارن کوشش میکنیم ترجمه کنیم، ولی به هر صورت من مطمئنم که برادران ما زبان روسی را با اندازه میدونن. من همین برنامه را یک مقدارش رو برای شما میگذارم و ان شاءالله بعد صحبت ادامه میدیم. خب بیاید برادران، من این را به سمت شما برسانم. اگر برادران آواز نباشد حتما دوستان عزیز و برادران گرامی در کامنتار بنویسید، به خاطر که من از اول برنامه این ذکر نکردم و صحبت کردم و علاوه بر این برادران کانالمون نو است و از همه شما من خواهش میکنم که ما از این پس در همین جوانان در کانال یوست تاجیکستان یا که جوانان تاجیکستان برنامه‌های خود را پیش میبریم و از شما خواهش میکنیم که کانال ما رو دستگیری بکنیم، به خاطر که ما در اینجا قبلا مبارزه نمی بردیم، در این کانال بخشای مستقیم نمی اومدیم، نوارهای زیادی نمی پرتوتیم، ولی از این پس ما در این کانال جای رسمی است که ما همه روزه برنامه‌های خود را پیشکش شما میکنیم. برنامه‌های نو در نظر گرفته شده از برنامه‌های ویدیویی، برنامه‌های بخشای مستقیم و دیگه برنامه‌های نوشته‌جاتی وجود دارد که ما در سامانه یوست تاجیکستان در فیسبوک و علاوه بر این در یوتیوب نیز نشر خواهیم کرد. دوستان حتما ابونه شوید و لایک خود را بنویسید و اگر آوازهای ما در یوتیوب هست دوستان حتما بنویسید که صدای ما هست. خب من این نوار رو دوستان برای شما بمونم. Власти Таджикистана утверждают, что создали более 100 тысяч рабочих мест. Сделано это якобы для 80 тысяч женщин, которые вернулись из России на родину. Героини нашего репортажа, в свою очередь, утверждают, что так и не смогли найти работу в родной стране и теперь снова готовы уехать из Таджикистана на заработки. Здесь за месяц не найдешь того, что там заработаешь за день. Через полгода службы в армии казахстанца Ербаяна Мухтара вернули домой инвалидом. В воинской части утверждают, что произошел несчастный случай. Якобы солдат упал и ударился головой. Родные пострадавшего уверены, власти скрывают факт. Женщин-мигрантов. По словам чиновников, для них подготовили якобы более 100. В родине без работы или в миграции, в унижении именно с таким выбором все чаще сталкиваются женщины в Таджикистане. Власти трудовых мигрантов приводят к бесконтрольному миграционному потоку. Россия не сможет запретить семьям мигрантов въезд в страну. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев на форуме «Территория смысла» в подмосковном Солнечногорске, передает РИА Новости. По его словам, российские власти не могут не впускать мигрантов с семьями, так как это будет противоречить закону. Васильев отметил, что в стране не хватает людей. Законопроект, который нацелен на запрет семьям мигрантов приезжать в Россию, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Авторы документа сообщили, что речь идет о членах семей низкоквалифицированных специалистов, которые работают в России по трудовому договору или патенту и не имеют других законных оснований на проживание в стране. Семьям мигрантов с высокой квалификацией депутаты не намерены запрещать въезд. По мнению членов ЛДПР, въезд детей трудовых мигрантов приводит к бесконтрольному миграционному потоку и общественной напряженности. На родине без работы или в миграции, в унижении именно с таким выбором все чаще сталкиваются женщины в Таджикистане. Власти страны недавно заявили, что в первой половине года в страну из России вернулись более 80 тысяч женщин-мигрантов. По словам чиновников, для них подготовили якобы более 100 тысяч рабочих мест. Однако две собеседницы журналистов проекта «Мигрант Медиа» заявили, что не смогли найти работу в родной стране. Несмотря на то, что жизнь в миграции была тяжелой, некоторые все еще думают вновь уехать за рубеж. Сюжет Гульбахори Муроди рассказывает Дарья Тимофеева. Если работа в Таджикистане, куда не пойдешь, даже дворникам говорят: дай 1500-2000, я тебя приму. Если бы у меня были эти 1500 или 2000, я бы и сама смогла купить еды и сидеть дома. Мирмох недавно потерял. دوستان عزیز همینجا را یک چیز من برای شما ذکر میکنم، خوب دقت دهین. من در اول برنامه چند نکته رو برای شما ذکر کردم دوستان گرامی که در فدراسیون روسیه سال 2014
در بازار لوبلینا کار کردن یک مهاجر مهنتی باید 15000 یا که 400 دلار باید میداد تا اینه که او را با عروبه کشی میگرفتن. حالا این مادر ما از داخل تاجیکستان میگه که به خاطری در بازارها رفت و چوب کردن برای کار در اونجا برادران نوشتن که صدا نیست. صدا هست برادرها صدا هست؟ برادرها صدای ما هست؟ بله برادرها میگن صدا هست و یک نفر گفت صدا نیست، اما دیگه برادرها میگن که صدا هست. خب ببینید برادران عزیز گرامی، بر عوض یک جای کاری که تو در قد کوچه های شهر دوشنبه یا که شهر خوجند یا که شهر مثلا قره‌تپه شما باید که چند سوم پرداخت کنید، 2500 3000 تومان پرداخت کنید که در اونجا شما رو به کار بگیرن در داخل وطن خودتون. به خاطر یک جای کار نوچیز باید که چیکار کنید؟ 300 2000 تومان 1500 تومان پول پرداخت کنید. همین رو میبینید. اون روز من با یک پرستار صحبت میکردم که در خرابولو کار میکرد، گفت که من بر عوض اینه که در این جمعه را کار بگیرن من 2500 تومان پرداخت کردم. در با علاوه این من دکتر گذاشتم و هر جایی که من میرم دکتر میگذارم برای یک سرتیفیکات من پول پرداخت میکنم. تقریبا همین 4 جای کار برای من 4000 تومانی غلطید. یعنی 4000 تومانی من پرداخت کردم که در عموم برای یک پرستار شده که معاشش 1000 تومان است جای کار بگیرم. 1000 تومان برای 1000 تومان هر ماه گرفتنی من 4000 تومان پرداخت کردم. برای این کار کردن من باید 6 ماه کار کنم. چرا؟ چون 4 ماه من مصرف راه اومد دارم. در 4 ماه کار کردن حتی هم 4000 تومان خود من نمیگیرم. در داخل وطن خودمون بر عوض جای کار دادن از شما پول میگیرن. ولی چی برسد؟ فدراسیون روسیه اونا از کجا یاد گرفتن؟ در فدراسیون روسیه که سال 2014 توجیکا میگفتن که تو برای اینجا کار کردن، برای عربه کشی، برای رفت چوب کردن تو باید 400 دلار بده که متر کارت بگیریم. اونها این کار یک بار اینجور از پیش خودشو فکر نکردن، بلکه آموختن که توجیک یگان محافظ نداره در داخل وطن خودش. توجیک این کارو میکنن، همین کارو کردن و امروز میبینید که همین مادر آشکارا بسیار با جسارانه تشکر به این مادر که این چیزها را گفت. زیاد حالت ها در داخل تاجیکستان هست که با پول جای کار میخری ولی مردم نمیگویند. این مادر جسارانه همین حرف زد. بازم همین نوار من از نو میمونم، شما خوب دقت کنید، گوش کنید. همین مادر میگوید که اگر من این مبلغ می داشتم من کار نمیکردم، من ندارم این مبلغ جای کار بگیرم، برای من جای کار مهیا کنید. گفتید 100,000 جای کار من تامین کردم. خب جای کار نیست، من جای کار میرم برای من برای یک رفت چوب کردن 2000 تومان 2500 تومان طلب میکنن. خوب دقت بتین صدای همین مادر را یک بار دیگه گوش کنین. این حالت داخل وطن خود ما است، بیرون از وطن نیست. همین مادر یک کسی که از این پول میگیرد که مادر یک کسی دیگه است، پدر یک کسی دیگه است، برادر یک کسی دیگه است. در یک خانواده کار میکنه که برادرش، خواهرش، فرزندش در مهاجرت مهنتی است، در همونجا عذاب میکشد، میداند حالت همین مادر رو، باز هم چیکار میکند؟ فساد طلب میکند. ننگ و توف بر چنین حالت باد، ننگ بر هر کسی که بر این کار دست میزند، توف برای هر کسی که از چنین اساسا فساد میگیرد، مال میگیرد. مادر رو نمیگذارد که یک مادر تاجیک وقتی که از فدراسیون روسیه زحمت تلاش کشیده دپارتاسش کردن، بیچاره فرزند نان خوراندن نداره، آبی چشمش میریزه، ولی شما بیناموسا، شما احمقا، شما کثافتا میین راه همین مادر رو میگیرید و بر عوض یک جای کاری ناچیز براش ازش با پول طلب دارید. شما حالت یک مادر رو میبینید، انکت همین رو میبینید که همین مادر فرزند دارد، همین مادر خانه و در حالت زندگیش بدتر است، همین رو میبینید. آخه کثافت، تو چه خیل جسارت میکنی، تو چه خیل وجدان داری که از همین مادر پول میگیری؟ وجدان داری اصلا؟ همین وجدان در کجا است؟ توجیک کی خیل به وجدان شده بود؟ توجیک در کدام حالتی قدر بی ناموس بود، این قدر به وجدان بود که از مادری چنین حالت پول میگیرد؟ من اصلا همین خیلی انسانم، من مسلمان گفتن نمیتونم. آخه تو مسلمان باشی دلت نمیسوزه؟ تو ناموس نداری؟ تو قلب نداری؟ یا که تو یگون حیوانی؟
با والله من نمیدونم که کجای این اخبار من همین مادر کد من چند روز نوارش نگاه میکنم در رادیو آزادی هم نشر شد در تمام رسانه با خدا قسم چشمات اشک میریزه آب میریزه از چشمات وجدان نداشته باشه که همین خیلی مادره که چند فرزند داره از فدراسیون روسیه دیپورتاسیش کردن پول نداره بیا برای من پول بده که من ترا کارت بگیرم با خدا قسم در چنین حالت که باید ما هممون نفرین کنیم با خودمون که ای مرد ما مرد ناموس داریم مادر ما از در چنین حالت ما باید وجدان خودمون رو بار نگاه کنیم بخوابیم همین ما واقعا ناموس داریم یا نداریم ما در کجا زندگی داریم وطن ما و چنین حالت اومده رسه این مادر فردا میتونه مادر خودت باشه مادر یک کسی دیگر باشه مادر همسایه‌تون باشه هر کسی میتونه باشد با خدا شرم حیا کنین ناموس کنین اور ننگ بر همه ما تاجیکان بود بر همه تاجیکستانیان بود که حالت مادر تاجیک در چنین حالت است بعد میگویند که تاجیک در فدراسیون روسیه باش ضربه زدن شتش زدن در شکمش زدن آخه در داخل وطن خودمون ما هم تاجیک هم خیلی داریم در داخل وطن خودمون ما تاجیک جای کار نمیتیم ما خودمون پل میگیریم ما خودمون ضربه میزنیم ما خودمون میزنیم تاجیک در داخل وطن خودمون به ناموس به اور کردیم به فرهنگش کردیم به شخصیتش کردیم دوباره خوب گوش کنین این قضیه را Некоторые все еще думают вновь уехать за рубеж. Сюжет Гульбахори Муроди рассказывает Дарья Тимофеева. Если работа в Таджикистане, куда ни пойдешь, даже дворникам говорят, дай 1500, я тебя приму. Если бы у меня были эти 1500 или 2000, я бы и сама смогла купить еды и сидеть дома. Мирмох недавно потеряла работу в России и вернулась домой. Сейчас таджикистанка не знает, как заработать денег на жизнь. У меня сейчас нет кормильца. Мой муж умер 4 года назад, и мой старший сын тоже умер. Другой сын сейчас учится в 8 классе. Кроме меня некому больше зарабатывать, и все сейчас зависят от меня. Мирмох отправилась в миграцию после смерти мужа, бралась за любую работу. Полола грядки с овощами, готовила, убирала, работала на кондитерской фабрике, упаковывала продукцию. Моему сыну было 20 лет, когда он умер. Когда заболели муж и сын, я влезла в долги. Я работала на чужбине, вернулась и раздала долги, слава богу. Я не жаловалась и не рассказывала про долги и проблемы другим. Я ездила, работала. Было так, что в одной аптеке задолжала 12 тысяч сомони, а в другой 18. Жизнь в миграции, по признанию таджикистанки, никогда не была легкой, но ситуация сильно ухудшилась после атаки на Крокус-Сити-Холл. Она была вынуждена вернуться, но и на родине Мирмох пока не нашла постоянного заработка. Где эта работа, чтобы пойти работать? Как бы то ни было, наш заработок там. Там в день я зарабатывала 2,5-3 тысячи рублей. Здесь за месяц не найдешь того, что там заработаешь за день. Чтобы найти работу в бюджетных структурах в Таджикистане, нужно дать взятку. Намуна, имя героини изменено, недавно была выдворена из России. دوستان گرامی مادر را حالتش شما یک بار خوب گوش کردید و دیدید که مادر شوهرش رو از دست میتید با پسری 20 ساله‌اش یعنی هر دوش از دنیا میگذرن و یک فرزند دیگر دارد پسر است که صنف 8 میخواند همونطوری که خودش ذکر کرد خودش نان آور خانواده هست و خودش باید این خانه را بخوراند و بپوشاند و مجبور شد که به فدراسیون روسیه برود و در فدراسیون روسیه کار و فعالیت کند بعد از حمله کراکوس سیتی که در آنجا اسم تاجیک حالا با هر تهمت و بهتانی باشد اسم تاجیک در اینجا کشیده شد و حالت مهاجران مهنتی بدتر شد و ما دیدیم که مهاجران مهنتی را با تمام حالت پستی به تاجیکستان برگرداندن و این مادر یکی از اهمون اشخاصی است که به تاجیکستان بعد از همین حالت ناگوار در فدراسیون روسیه به تاجیکستان برگشت و در تاجیکستان کار فعالیت کند همینطوری که شما دیدید مادر میگوید که برای در اداره‌های دولتی در تاجیکستان کار کردن باید فساد پیشنهاد کرد پاره باید داد اگر پاره کی ندهی در هیچ جای ترک کار نمیگیرن و پولی که ما در اینجا حتی کار میکنیم اگر بر عوض کار ما نمیگیریم 1000 سومانی یا کریم 1000 سومانی است که برای ما میتیه که او برای مرحبلیت و رفت اومدت نمیرسد من این پول رو در روسیه مثلا در یک روز در 2 روز پیدا میکردم شما میبینید که حالت مادر تاجیک و ناموس تاجیک در چه حالت قرار دارد 4 تا من از اینجا مراجعت میکنم با تمامی مردانی جسوری هموطنم که در هر کشوری قرار دارند مخصوصا در خارج از کشور
مراجعت شخصی بنده با همه برادران مسلمانان، برادران عزیز و گرامی قدرم، شما آبروی این ملتین، شما آبروی این کشورین. دوستان و برادران عزیز و گرامی قدرم، از همه شما خواهش میکنم، از همه شما التجا میکنم که برای هر یک کاری که میکنید پیشکی بیاندیشید. پیش از آنی که دست به هر کاری میزنید 10 بار فکر کنید. اگر تفکر خودتان نمیبردارد، تواناییش را ندارد، از بزرگان، از کلانسالان، از اهل علم بپرسین، فکر کنین، اندیشه کنین، پس اقدام کنین. شما میبینین که یک اقدام ناچیز شما که در اونجا حمله تروریستی صورت میگیرد، 10 تاجیکستانی، مادر تاجیک، خواهر تاجیک، مرد تاجیک، جوان تاجیک، فرزند مکتب خان تاجیک در غم و اندوه و عذاب و اذیت دوچار می شود. اگر ما امروز اندیشه نکنیم، تفکر نکنیم، برای درست نرویم، اقدامی درست نگیریم، آینده عذاب و اذیت ملت تاجیک بدتر و بدتر می شود. ما می بینیم که یک کار تروریستی که در یک جا انجام می شود، اونجا اسم تاجیک گرفته می شود و هر روز تاجیک را اذیت و عذاب و لط و کوب و فیغان و باز گرفته به تاجیکستان به دست همون ظالم میفرستند که در اونجا در داخل وطنم به دست همین ظالم ایمانش، ناموسش، وجدانش اذیت می شود، رنج دیده می شود، لط و کوب کرده می شود. برادران گرامیم، برادران جسورم، التجا دارم به کارهای تروریستی، به کارهایی که در اونجا کشتار و وحشت و ناگواری از دست نزنید. این حالتی همه رو بدتر میکند. شما میبینید که در همین حالتی که چند روز پیش، روز 23 رخ داد در زندان، در اونجا 2 تاجیک و 2 ازبک، هر دونش 4 نفر دست داشتن، ولی در تمام رسانه‌های روسیه فقط اسم تاجیک نوشته می شود، نام تاجیک نوشته می شود، ضربه و تحقیر به تاجیک کرده می شود و هیچ اسم دیگری گرفته نمی شود و اندک در کم رسانه ها شاید اسم گرفته شود. شما می بینید که حالتی امروزه تاجیک نیاز به بهبودی دارد، نه به بدترین حالت. شما کار را انجام میدید، حالت تاجیک مسلمان را بدتر میکنید. برادران جسورم، برادران ایمانیم، قتل عام، کشتن، ترور کردن راه حل مبارزه نیست. مبارزه ما در داخل وطن ما خواهد بود که ما وطن خود را باید آباد و آزاد کنیم، باید وطن خود را بگیریم. هر کاری که میخواهیم برای آینده مردم باشد، اول باید از داخل خانه خود درست کنیم. همین طوری که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگوید اگر خیر کردنی باشید، اول از داخل خانه، از نزدیکان خودتان شروع کنید، بعداً از همسایه خود و بعداً از دورتر بد رفتن بگیرید. ما باید اول اگر خیر میخواهیم در داخل وطن خودمان خیر بخواهیم، خیر و صلاح وطن خودمان را، اصلاح آن را بخواهیم، بعداً دستمان که رسید به دیگران کمک بکنیم. امروز وطن ما و شما نیاز به اصلاحات دارد، نیاز به دگرگونی دارد، نیاز به یک ساختار دولتی درست دارد که در آنجا ما توانایی تصمیم گیری داریم و اگر زورمان رسید همین مسلمانانی که امروز در هر کجا در اذیت باشند دستی یاری دراز میکنیم، به آنها کمک میرسانیم. اما امروز نباید شما با این کارهایی که میکنید فکر کنید که کسی را کمک میرسانید، به کسی یاری میکنید و به کارهای شما کدام نفر ترس و وحشت میکند دیگر مسلمان را اذیت نمیکند. این فکر را هرگز در اینجا تا نپرورید، زیرا این حالت شما حالت مسلمان، حالت تاجیک را بدتر میکند و بهتر نمیکند. همین حالت هایی که چند روز شد رخ میدهد، همین حالت ها را شما میبینید که حالت مهاجر بهتر نمیشود. هیچ مهاجر تا امروز از کاری که شما میکنید فایده نآورد، فایده به دست نآورد. حالت کراک و سیتی دیدین که چقدر مهاجر مهنتی دپارتاسیون شد، چقدر مهاجر مهنتی رو مجبور به جنگ بردن، چقدر مهاجر مهنتی تاجیک را در اداره های پلیس لطوکوب کردن.
حالت 23 که دیدید که 2 نفر 3 نفر رو گروگان گرفتن، دیدید چقدر تاثیر گذاشت. هزارها مادر، هزارها پدر، هزارها نفر عذاب و اذیت و زحمت کشیدن. این مادری که شما میبینید امروز اشک چشمش میریزد، فرزندان صغیر دارد، یتیم دارد و نانی خوردن آنها ندارد، این مادر اذیتش، زحمتش، تمام این کارهایی میکشه به وجدان، به دوش همه ما و شماست، به دوش اون کسانی است که امروز سببگار شدن که این مادر از فدراسیون روسیه دپورت شود، در داخل وطن به جای کار در دست ظالمان با این حالت گرفتار شود. این بدوش همه این اشخاصی است که به ترور دست دادن. این بدوش همون کسانی است که سببگار این همین تفکر شدن. برادران عزیز و گرامی قدرم، شما وقتی که میره در یک جا حمله میکنید نتیجهش و خلاصش میبینید که به کجا میان میرساند. این مادر فردا دعاش، گریهش، اشکش از درگاه الهی شنیده می شود. فکر میکنه دعای این نمیرسد. مادر فرزند یتیم دارد، فرزند یتیمی ای به نان مان، به رزق مان. میدانید که این الله متعال اون قدر چی نیست، انسان رحمدل است. دعای این مادر، فریاد این مادر، درد این مادر، رنج این مادر میبیند و میشنود و شما جوابگر اینها خواهید بود. هر کسی که، من نمیگم که شما در کراکو سیتی شما حمله کردید، ولی سببگار آن شده که اسم شما در همونجا گرفته شود، تفکر نکردید، اندیشه کردید، حالا به هر حال شما را گرفتار کردن در همونجا، شما بی اندیشه بودید، فکر نکردید که در اون حالت گرفتار نشوید. این حالت آمد رسید که امروز مادر تاجیک در این حالت گرفتار شده است. برادران عزیز و گرامیم، پدران، دادران، از شما خواهش میکنم سببگاری به عفت کردن مادران نشوید، سببگاری از بین بردن امید آینده تاجیکان نشوید. فرزندان این مادر امروز میدونید در چه حالت قرار دارند. سببگاری به رزقی یتیمان نشوید، سببگاری به علم کردن مردم تاجیکستان نشوید. این مادر فرزنداش چیکار میکنن فردا؟ آیا توانایی تحصیل کردن را، علم گرفتن را، اندیشه گرفتن را در آینده دارن ندارن؟ سببگار همه همینا شما هستین، ما هستیم. عالمان دین، خطیبان، بیاندیشید، تفکر کنید، دعوت کنید که مهاجری مهنتی تاجیکستانی با این کار دست نزند. این کار راه حل نیست. ما اگر که توانایی داریم باید بر بگردیم به وطن خود را بسازیم، دیکتاتور را از طریق قدرت بگیریم و در اونجا ریشه بدوانیم، حکومت را بسازیم، کشور خودمان را بسازیم که آینده حکومت ما، کشور ما، مردم ما حرفش وزن داشته باشد، صداش در عرصه بین المللی شنیده شود و از حق تاجیکستانی و مسلمان دفاع کرده بتواند. این است راه حلش. من از همه شما بازم خواهش میکنم که التجا میکنم این کار را نکنید، دست به چنین کارها نزنید و اگر هر کاری غیر قانونی برای شما پیشنهاد کردن، اول فکر کنید که این کار غیر قانونی پشتش یک تله می ایستد که شما را میبرن چیکار میکنن؟ فریب کرده به زندان میشنانن یا اینکه شما را به قتل میرسانن. همین مهاجران مهنتی که در کراکو سیتی حمله شد، بیشتری همینا چیکار کردن؟ به اصطلاح روسی پسته وشیدن، یک تلهشو گذاشتن که اینها آخر رفتن در اوج چیکار کردن؟ گرفتار شدن، آخر به زندان رفتن شیشتن. ولی بیشتری همینا در اینجا دست نداشتن، ولی به اندیشگی ولو به خاطر یک پول ناچیز چیکار کردن؟ خواستن ماشین رو از جای به کجای دیگر ببرن و یا اینکه ماشین بفروشن. این به اندیشگی اونها رو به اینجا گرفتار کرد. پس هر کاری غیر قانونی که برای شما پیشنهاد میکنن، لطفاً اندیشه کنید، فکر کنید که آیندهش خرابکاری دارد. آیندهش نه تنها حیات شما، زندگی شما را در خطر قرار میتید، بلکه همه تاجیکستانی‌ها زندگیشان را در خطر قرار میتید. من از شما خواهش میکنم التماس فکر کنید و اندیشه کنید. بیاید مادران نوارش را تماشا بکنیم. بازم
Где ты работаешь, чтобы пойти работать? Как бы то ни было, наш заработок там. Там в день я зарабатывала 2,5–3 тысячи рублей. Здесь за месяц не найдешь того, что там заработаешь за день. Чтобы найти работу в бюджетных структурах в Таджикистане, нужно дать взятку. Намуна, имя героини изменено, недавно была выдворена из России. У мигрантки проблемы со здоровьем. После 2 неудачных браков она осталась одна с 2 детьми. О них сейчас заботится ее пожилой отец. Была фирма, которая нам давала заказы на палатки. Мы шили, они нам машинку дали. Я радовалась, что могу работать из дома. Потом заболела. Начала кашлять и рвать кровью. Меня отвезли в больницу, но там сказали, что я не русская, и на меня даже не посмотрели. Нас забрали из кабинета врача. Меня отвезли к другому врачу, сказали, что это туберкулез, и отправили меня домой, выставив через границу в Самаре. Путь домой был сложным, рассказывает мигрант. شما دوستان عزیز و هموطنان عزیز اینجا را یک بار نظر کنید که در اینجا این خواهر ما که 2 فرزند دارد و از شوهرش جدا شد، امروز به مهاجرت مهنتی می رود. در مهاجرت مهنتی کار میکند، اذیت میکشد، زحمت میکشد، ولی بیمار میشود و بیمارستان می رود. فاشیست ها میگویند که تو مهاجری به اون نگاه نمیکنن، تشخیص نمیکنن، هیچ کار نمیکنن، میگن تو توبرکلوز داری، بگیر هوی بخ تاجیکستان. شما رفتاری فاشیست ها را به تاجیک ها دیدین چگونه است؟ چند روز پیش یک مقاله دیگر در رسانه های تاجیکستان نشر شد. در اون مقاله میگوید که فرزندان مهاجران مهنتی حق تحصیل کردن را در فدراسیون روسیه ندارند. در کجای قانون های بین المللی موجود است که یک فرزندی زیر سن، آیا او مهاجر است، پدرش غیر قانونی زندگی میکنه، هر حالی است، بدون علم بماند، بدون تحصیل بماند، در هیچ جای اومدن است و این غیر قانونی است. ولی در فدراسیون روسیه برای فرزندی مهاجری مهنتی مکتب جدا نمیکنن. شاید در بعضی جایهایش بکنن، اما حالت اون جای اومده رسیده است که دیگر فرزندای مهاجر مهنتی در فدراسیون روسیه تحصیل کردن نمیتوانند. این حالت رو من گرفتار نکردم. این حالت تأثیرش حکومت امروزه امام علی رحمانوف است. تأثیرش این فرزندان تاجیکستان که تفکر نمیکنن، اندیشه نمیکنن، میروند خودشان را گویا جهاد و فلان و بسمدان خودشان را قربانی میکنن. تأثیرش همه این انسانای به تفکر و به اندیشه و به مصلحتی هستند که دست به چنین کارها میزنن. فقط رحمانوف را در اینجا نباید گناهکار کرد. هر اشخاصی که امیدش را میکند و فکر میکند که با ترور و با این کار من میتوانم در خارج کشور آبرو و ناموس تاجیک را حفظ میکنم، دروغ میگه. توف برای این خیل انسان. باید بر بگردیم در داخل تاجیکستان، وطن خود را در اونجا آباد بسازیم و رحمانوف را از قدرت بگیریم. در اونجاست که وطن ما ساخته میشود. و این کاری که عین حال میشود، نه وطن آباد میشود، نه ملت آباد میشود، نه کشور آباد میشود. برعکس ناموس تاجیک، مادر تاجیک و هر کسی از بین می رود و در ذلت و خواری و زاری قرار خواهیم گرفت. این همین طوری که این مادرها را امروز قرار گرفتیم. در فدراسیون روسیه به بیمارستان می رود، قبولش نمیکنن. در تاجیکستان می رود، در اونجا براش کار نمیتیم. این از حالت تاجیک. این از حالت تاجیک که هم حکومت گناهکار است و هم این اشخاصی که امروز در تفکرشون فقط تفکر افراطگرایی و تفکر آنی است که باید بریم در یک جا قتل کنیم، با قتل می شود سر راه گرفت. برادر، تاجیکستان بر بگرد، تاجیکستان آباد کن. در تاجیکستان در برضد همین حکومت مبارزه بر نمیشه. یک وزیر ابرالله کوب کو، یک رئیس ابرالله کوب کو. چرا تا امروز یک وزیر لتوکوب نمیشود؟ سببگار همه این کار وزیر نیست؟ چرا امروز یک وزیر ترور کرده نمیشود در تاجیکستان؟ شما یگان کار در داخل وطن این همین وزیره که وزیر خارجه، وزیر کارهای داخلی، این همینا این قدر کاری که اینا میکنن، چرا اینها باید برای این کارشون جوابگری کشیدن نشود؟ زور برای ترور کردن در فدراسیون روسیه میرسد. چرا نمیره یک وزیر کارهای داخلی را لتوکوب کنی؟ چرا نمیره وزیر خارجه را یه بار لتوکوب کنی؟ نمیره سفیر فدراسیون روسیه در داخل روسیه یه بار لتوکوب کنی برای این کارهایی که بالای تاجیک میکند؟ ولی میروی دست درازی میکنی، در کراکو سیتی پیدا میکنی، سلاح پیدا میکنی، همه کار میکنی، میره حمله میکنی. توف برای چنین یک تاجیکستانیه که چنین یک کارا میکند.
мигрантка. Денег на авиаперелет не было, вместе с ребенком пришлось возвращаться на поезде. В дороге прошла не одну проверку. Сколько мне пришлось пережить, мне и моей маленькой девочке. Они спрашивали: «Таджичка, что у тебя в сумке?» Спросили: «Молишься ли ты, читаешь ли Коран?» Я сказала нет. Потребовали показать содержимое сумки. Проверяли с собаками. Их собаки набросились на меня и мою маленькую дочь, обнюхали. Мы пережили большой страх. Намуна, как и Мирмох, говорят, что в последнее время в России было тяжело находиться. Отношение к таджикистанцам сильно ухудшилось. Например, после крокуса соседи перестали с нами разговаривать. Каждый день полицейские приходили из-за того, что в подъезде живут нерусские. Какое-то время мы не обращали внимания, выключали свет, потом не могли выходить из дома. Муж арендовал такси, но клиенты отказывались с ним ездить. Он брал кредиты в банках, чтобы платить аренду. Обе мигрантки сейчас пытаются найти работу в Таджикистане. Между тем, чиновники Минтруда заявляют, что в первой половине 2024 года в стране якобы создано более 100 тысяч рабочих мест. Ежегодно создается более 200 новых рабочих мест, и именно создание рабочих мест внутри страны является основным фактором снижения доли трудовых мигрантов. Например, в первом полугодии 2024 года юридическими и физическими лицами было создано более 100 тысяч рабочих мест, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мирмох планирует вернуться работать в Москву, как только ситуация там улучшится. На родине, по словам мигрантки, ей не удастся прокормить семью. Намуна приняла другое решение. Несмотря на все трудности, она останется в Таджикистане рядом с детьми. Талибы запретили женщинам выступать на публике и появляться в общественных местах с открытым лицом в Министерстве и ассоциаций. Юрист организации Кейти обнаружены многие. خب یه بار گوش کنیم برادرو. В Душанбе с начала года задержали 141 человека, которых подозревают в занятии колдовством и гаданием. Об этом сообщают в столичной милиции. Правоохранители заявили, что они усилили. دوستان عزیز ما در همین مورد که ویدیو را گذاشتیم چند صحبت کردیم و امیدوارم که از این صحبت ها یک بهره بگیریم و برای خودمون اندیشه کنیم و فکر کنیم که جامعه ما با این حالتی که ما داریم کجا می رود. من این صحبت ها را تنها برای اون نمی کنم که ما و شما فقط یک بار اندیشه کنیم و با اون راه خودمون برویم، بلکه به علاوه اندیشه کردن باید ما عمل کنیم به هر کاری که انجام میدیم. ما امروز باید با هر یک عالم، با هر یک واعظ بزرگسال و کسی که حرفش در جامعه میگذره بریم برسونیم که برادر شما امروز یک نفری هستید که تأثیر گذار در همین جامعه هستید، بیایید دعوت کنیم که ما اگر به همین کاری که تاجیک اسمش رفته ایستاده است اگر ادامه پیدا کند ما و شما و بدترین حالت ها گرفتار میشویم و آبروی مردم تاجیکستان در عرصه بین المللی پس میشود. یک نکته رو ذکر میکنم که دوستان عزیز ببینید، تا سال 2012 یا اینکه 15 شما تاجیکی را پیدا کنید که در کجای بر چنین حمله های تروریستی دست داشت. شما نمونه مثالش بیارید که در مخصوصا در فدراسیون روسیه چنین حالت ها از جانب تاجیک‌ها رخ میداد. واقعا مردم تاجیکستان شاید با جنایت های دیگری روبرو بودن، مثلا جنایت های آدمکشی میکردن، شاید دزدی میکردن و این کارهایی که معمولی است که طبیعتا هر یک انسان میتواند یعنی بر عوض اون چیزی که حالت به میان میاد یعنی هر ملت دارد و انسان ها به همون گرفتار میشوند. اما یک چیزی عادی است و دیگر این را همون بخش های امنیتی باید کار کنن و سر راه چنین کارها را بگیرن. اما حالت های تروریستی یک حالت های مهم و فوق العاده ای است که بالای این یک عده مردم کار میکنن تا ملت رو بیارن به اینجا برسونن. اما سببگار اصلی که ملت به اینجا یک مردم یک انسان به اینجا میاد میرسد هم وجود دارد که باید ما بآموزیم که وقتی یک شما در یک بخش علمی وقتی میرید کار میکنید یا وقتی که شما یک جور میبینید که مثلا 10 انسان رفت در یک جای یک کاری تروریستی انجام داد، شما نه تنها اون نمیبینید که اینها خب دیگر اومدن همین کارا کردن بگیره قتل کنه برای زندان شو کنه یا بکشه شو، نه، بلکه اونها را دستگیر میکنید و کوشش میکنید که پیدا کنید که اول
پشت این چیز کی ایستادگی است و کی اینها را فرمان دادگی است و پشت این فرمان هدف چی میستد و سببگاری همین انسان ها پیوستنشون به همین کاری تروریستی در چیز و چی باعث گشت که اینها با همین کاری تروریستی پیوستند. آیا این کار مبلغ بود، یعنی سببگارش پول بود، بیپولی، ناامیدی، یا اینکه دیدگاه دینی داشت؟ و همه این راهاش هم می‌آموزی و حتی غیر از اونی که حتی مبلغ هم باشه، دیدگاه دینی هم باشه و دیگر حالت‌ها هم باشد، باز هم می‌آموزی که چرا اینها به خاطر مبلغ، به خاطر عقیده دینی، به خاطر هر چیز دیگر به این کار دست دادن. خلاصه این کار مردم تاجیکستان از دیدی من به این کار دست میزنن چون امید ندارن، امید از بین رفتگی است، چون آینده حفظ کردن شخصیت، هویت، دین، ایمان، عقیده در داخل وطن خود و در خارج رو نمیبینن. وقتی که این امید از بین میرود، انسان قادر به هر کار دیگری هست دیگر، چون امید برای زندگی براش نیست، میگوید چی زندگی چی مرگ. و وقتی که کسایی که واقعا مغزشویی میکنن به نام مثلا چی دولتی اولو عیس باشه یک دولت دیگر باشد، وقتی که اونها بالای تفکر شما کار میکنن، اونها میدانن که چطور با شما کار کنن و از همین راههای نازکی شما را چیکار میکنن؟ میگیرن و میآموزن که برادر عقیده امروز در خطر است و تو این کار، یعنی مغزشویی میکنن تو که امید آینده الکی از تاجیکستان نداری، میدونی که عقیده و ایمان و دین و وجدانت الکی شخصیت در تاجیکستان از بین رفتگی است، امید آینده ندارد، تو چی کار میکنی؟ اتوماتیکی به دام همین تروریستان میافتی. همین کسایی مغزشویی میکنن تو اتوماتیکی به دام همینو میافتی و چی کار میکنی؟ میره همین کاری تروریستی را انجام میدی. برای همین برادران و خواهران عزیز گرامی، باید ما در قدم اول باندیشیم که برادران هیچ وقت کاری نمیشیدن یا که نمیتونم وجود ندارد. ما اگر به همین عقیده باشیم که ما در آینده تاجیکستان توانایی فکری، توانایی سازش یک دولت درست را نداریم، اشتباه میکنیم. این کار موجود است و تواناییش هم هست. هر کسی که میگن نمیتوانم بزنش کنار، او امید دیگر نداره. بگو برادر من میتوانم. با کلمه میتوانم و باید پیش بریم. با کلمه نمیتوانم باید در همون دیکشنری که در فرهنگ ما وجود نداشته باشد. مگر عالمان ما در گذشته چگونه به علمشون به سیاره رفت، چگونه ما توانستیم علم ستاره شناسی، علم طب، علم ریاضی، همه علم رو بسازیم، اختراع کنیم. یعنی ما اختراعگری همین علومیم، همین علم ما ساختیم، اختراعش کردیم، حاضر دیگرها از ما همین علم را استفاده میکنن. وقتی که ما توانستیم چون این علم رو به عالم بدهیم، ما چگونه نمیتوانیم یک تاجیکستان کوچکی را که یک دیکتاتور غصب کرده است بسازیم، عقیده خود رو در اوج پیاده بکنیم، دولت داری خود رو بسازیم و ریشه خود رو در اوج مستحکم گردانیم. این کار یک کار ساده ای است که ما تواناییش رو داریم، ما میتوانیم. اما وقتی که شما این رو از مغز سرتان، از تفکرتون دور میکنید، آن زمان است که شما به دام این افراطگرایی ها میافتید و اون زمان میشود که شما میره در کراکو سیتی، شما میروید در زندان ها، شما میروید در اینجا و حمله های تروریستی دست میزنید و عاقبتش کی زحمت میکشد؟ پدر شما، مادر شما، فرزندان شما، مردمی تاجیکستان در عموم و در کل مسلمانان از این کار شما کار میکنن، زجر میکشن. به خاطر همین برادران و خواهران عزیز گرامی، ما و شما باید کوشش و تلاش کنیم که با اندیشه، با تفکر، با این عقیده که ما میتوانیم مبارزه را پیش ببریم. هیچ وقت ناامید نشوید. ناامیدی از شیطان است. ما همین عقیده ناامیدی را باید از سرمون دور کنیم. همین با عقیده میتوانم، با عقیده و اراده ما باید پیش بریم. شعار ما میتوانیم، با همین شعار باید ما در مفکوره خود پیش ببریم. من برای همین شعار میتوانم یا میتوانیم در هر برنامه خود برای شما گوشزد میکنم که ما میتوانیم باز هم میتوانیم. این کار را باید ما شعار خود قرار بدیم. دوستان، هر کسی که با این شعار راضی است، دوستان در کامنتاریا بنویسید که ما میتوانیم،
این عقیده باید در امور مفکوره تاجیک جای شود، در مغز تاجیک باید جای شود و آینده تاجیکستان با این عقیده ما میسازیم. بیاید میگذاریم در قضیه اخیری که در زندان رخ داد. ما برمیگردیم به همین عقیده که چند روز اخیر واقعا با حالت مهاجرای تاجیک را در فدراسیون روسیه خیلی بدتر کرده است. کراکوسیت یک ضربه خیلی مهمی برای شی مهاجران مهنتی زد و واقعا ده ها نفر و هزارها نفر از اینجا دپارتاسیون شدن، زحمت کشیدن، مثل دو مادری که ما در نوار قبلی گذاشتیم. و علاوه بر این روز 23 4 نفر یک حمله کردن، چند نفر اسیر گرفتن در زندان و این اسیر گرفتن باعث کرد که حالت مهاجر مهنتی تاجیک باز هم بدتر می شود و ما همین قضیه را نوارش رو میمونیم و راجع به همین قضیه انشالله که صحبت میکنیم برادران. و بعد برمیگردیم دوستان عزیز به قضیه دیگری که مهاجران مهنتی بعد از این قضیه به چه حال رخ دادن. خب رفتیم به رادیوی آزادپیلوس برمیگردیم. در رادیوی آزادپیلوس راجع همین قضیه ذکر شده است و ما انشالله که همین قضیه را از رادیوی آزادپیلوس برای شما پیشکش میکنیم. همونطوری که شما میبینید دوستان عزیز در رادیوی آزادپیلوس. خب من دوستان برگه اینا بیارم. خب شد. خب رفتیم دوستان، این در رادیوی آزادپیلوس است. همونطوری که شما میبینید ما سرلوحش نمیخونیم، برمیگردیم به مطلب. خب گروگانگیری در محبس ولگوگراد، اشتراک شهروندان ازبکستان رد شد. رسانه‌های روسیه تنها از تاجیکان نام میبرند. همونطوری که من در بالا ذکر کردم دوستان عزیز، همین مطلبی که نشر شد فقط متاسفانه در فدراسیون روسیه از نام تاجیک نشر می شود. این حرفی من تنها نیست، حرف رسانه‌ها است و شما میتونید با رسانه‌هایی که این رو نشر میکنند مراجعت کنید. من این را در بالا هم ذکر کرده بودم و علاوه بر این بازم از اینجا برای شما دوباره میخوانمش. مادر محبوس مؤسسه اصلاحی رقم 19 ولگوگراد تیمور حسینوف که او را اشتراکچی گروگانگیری در مؤسسه مینامند، در مصاحبه با ریا نووست اظهار نموده است که در نوارهای پخش شده در شبکه‌های اجتماعی پسرش دیدن نمی شود. ببینید که پسر من آنجا نیست، آنها که این کار را کردن تماما دیگر آدمانند، پسر من آنجا نیست، گفت مادر حسینوف به خبرگزاری. امیربک برادر حسین با خدمات ازبکی BBC خبر داده است که والدان تیمور در روسیه زندگی میکنند و سراغ که رفتن، اما در مؤسسه با آنها برای پسرشون چیزی نگفتند. به گفته او چندی پیش آنها با برادرشون طریق تلفن صحبت کردند و او با امیدواری زیاد آزادی ماه نوامبر انتظار بود. امیربک نیز با این نظر است که برادرش با پیوستن به صف گروه‌های تندگرای اسلامی مایل نبود. ما چونین میشماریم که وسایل اخبار عامه روسیه درباره برادر من معلومات دروغین پهن میکند. تیمور در یگان ویدیوی یا عکس‌هایی که در وقت حادثه ثبت شدن دیدن نمیشود تاکید کرده است او. حسینوف شهروند ازبکستان از سال 2019 برای رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی باعث مرگ گردید. با 6 سال زندان محکوم شده است. ماه نوامبر سال 2018 او با 2 میزده که نزد او میگذشتند اراد گرفت که باعث مناقشه شد. حسینوف به یکی از آنها به رویش ضربه زد، او را راه به بیمارستان هلاک شد. او در راه به بیمارستان هلاک شد. حسینوف در دادگاه گناه را اعتراف نکرد. قبلا کانال تلگرام باز خبر داد که در اول ضمن ذکر حسینوف و محبوس دیگر رمزالدین توشیف در رویخط اشتراکچیان آشوب خطاگی شده است. محبوسان رمزالدین توشیف و تیمور حسینوف در گروگانگیری در مؤسسه اصلاح 19 ولایت ولگوگراد اشتراک نکردند. آنها اشتباهاً بر رویخط اشتراکچیان وارد کرده شدند. شخصیت حمله‌گران پس از کشتار آنها معلوم شد، نوشته است کنزا بازا. با اطلاع بازا بغیر از نوروز رستموف و نظیرجان توشیف همچنان شعبودالکریم خان کریموف و شاهیجان صفیف از هر دو چون زاده تاجیکستان یاد می شود، اما مقامات این رسمی
این را تصدیق یا رد نکردند، نیز در حمله اشتراک کردند. اول سال 2019 و دوم سال 2022 محکوم شده بودند. هر دو پرونده با کوشش پهن کردن مواد مخدره در حجم زیاد دخل داشتند. همین طور رسانه‌های پایگاهی اطلاعی روسیه از همه اشتراکچیان گروگانگیری چون شهروندان تاجیکستان یاد میکنند. نظرجان توشیف که در کمیره اظهار داده بود و رسیمجان نوروز و بعضی کانال های تلگرام تخمین کردند که شاید در لباسش مواد ترکنده بود. این چنین شابودالکریم جان کریموف که شاهیجان سیفیف راهبر گروگان در مؤسسه اصلاحی 19 محض شابودالکریموف کریموی 38 ساله‌اش شبکه‌های تلگرام علاقمند به مقامات قدرتی همچون سرکرده راهبر گروه‌های گروگانگیری در محبس ولگوگراد نام میبرند. دوستان عزیز من دوامش نمیخوانم، ولی در عموم در اینجا همطوری که میبینید الکی طبق معلوماتی که همین رسانه‌ها میدهند در اینجا فقط اسم توجیک الکی برده میشود و دو نفری که از ازبکستان اسمشون برده شد اونها رد کرده شدن از جانب نزدیکاشون، ولی در تاجیکستان این اسم ها رد کرده نشد و این دو نفر از جانب همین حکومت فدراسیون روسیه و رسانه‌های مجازی نشر کرده شد که مخصوص گویا همون کسی که این رو تشکیل کرده است و تشکیل کننده او زاده تاجیکستان است و اون این رو به عهده داشته است. حالا دوستان عزیز ما این رو محکوم میکنیم. البته هیچ حالتی نیست که ما حالت دهشت افکن رو تعریف و توصیف کنیم و از حالت دهشت افکن طرفداری کنیم. این حالت در فرهنگ ما نیست. ما همون تاجیک هستیم که خیام بود، همون تاجیک هستیم که رودکی بود، همون تاجیک هستیم که سعدی بود، همون تاجیک هستیم که ابن سینا بود و ده دانشمند دیگری که برای علم، برای دانش، برای تفکر توانستن به جهان چیزهایی بتیان که امروز از آن ثمر میگیرد و ما آن تاجیکا هستیم و انشالله که هیچ وقت کوشش تلاش نمی کنیم که چون این کارها را چکار کنیم تعریف توصیف کنیم. این رو ما این کار رو میکنیم و این کار یک کار وحشتناک است و نباید که در زندان کسی که با جرم‌های گوناگون زندان میشود به کارهای وحشتناک دست بزند و باید اون وقتی که براش دادن وقتی معین رو بشیند و آزاد شود و اگر کاری بهبودی که در آزادی میخواد بکند باید اون کار رو در آزادی برای انسانی و مهر و محبت برای سازش آینده کشور تلاش و کوشش بکند. برای همین این رو ما محکوم میکنیم. اما این کار میتواند یک طلایی باشد برای تاجیکو، چون ما میبینیم که سری رابطه میان تاجیکستان و روسیه بعد از کراکو سیتی به میان آمد و ما میبینیم که واقعا همون دیدی حکومت امروزه تاجیکستان که از جنگ در فدراسیون روسیه کمک یعنی حمایت نمیکند، این باعث گشت که فدراسیون روسیه واقعا بالای تاجیکو طلای زیادی بگذارد و چندین تاجیکو الکی در این بازی ها وارد گشتن و مخصوصا اینها را میتوانند جزء اون بازی ها باشند، ولی ما به این نمیپیوندیم. اما اون نقطه دیگری که این سردی روابط میان دو کشور باعث گشت که چندین تاجیکو بطله گرفتار شدند و بعد از این تاجیکو متاسفانه در فدراسیون روسیه با اذیت روبرو شوند. فاشیستا امروز از همه رو به تاجیکو فشار میارند، تاجیک رو تروریست مینامند، تحقیرش میکنند، توهینش میکنند، از بازارش مال نمیخرند، در جایی که با کارو با روب و عربه کشی مشغول است ضربش میزنن، شتش میزنن و یا که همه گونه کارهای دیگر. بیایید یک اخباری را از کانالی بازم نستایش وریمیا برای شما پیشنهاد کنیم که ببینیم که تاجیکانی که از تاجیکستان و فدراسیون روسیه سفر میکنن در چه حالت گرفتارن. این رو ما از تلویزیون نستایش وریمیا میگذاریم و انشالله که بعدا بازم صحبت رو با هم ادامه میتیم. برادران دوستان عزیز، ما در اینجا درباره شهروندان ازبکستان بیشتر ذکر کرده شده است، ولی در اینجا شهروندان تاجیکستان تعلق دارن، به خاطری که در همین اخبار در یک جا ذکر میکند که شهروندان تاجیکستان در همین حالت گرفتارن ولی میترسن. این خوب دقت بتید، میترسن با رسانه ها صحبت کنن. این وحشت اونها را باعث کرده است که
از حالتی نوگواری که قرار دارد در رسانه‌ها صحبت نکنند و یا در دیگر جا نگویند. بیاین این رو از Настоящее время تماشا می‌کنیم. Над нами просто издеваются, сидим в холоде. Так узбекистанцы описывают свое пребывание в аэропорту Шереметьево. Власти России, по их словам, не пускают многих граждан Узбекистана в страну без объяснения причин. Как рассказал один из прилетевших в Москву узбекистанцев, они сталкиваются с унижением или даже стали свидетелями насилия со стороны силовиков в аэропорту. Собеседники нашего канала уверяют, что многим приходится ждать обратного рейса по несколько дней. При этом их не впускают за территорию одного из залов ожиданий и не предоставляют питание. Узбекистанцы вынуждены занимать деньги, чтобы купить еды. При этом сотрудники аэропорта не отвечают на вопросы, хамят и по несколько раз проводят многочасовые проверки прибывающих. Шахимардон Магометов рассказал, что прилетел в Россию в командировку. Узбекистанец отмечает, что на родине у него хорошая работа, и в Москве он хотел пробыть не больше месяца. В планах было купить необходимое по работе оборудование и посмотреть город. Во время прохождения паспортного контроля Магометова отправили на дополнительную проверку. Ее он ждал около 10 часов. Шахимардону задавали много вопросов, проверили телефон, узнавали информацию о родственниках. Например, меня вызвали вечером около 9 или 10 часов и сказали, что я депортирован. А я прибыл в аэропорт в 9 утра. В аэропорту негде было сидеть, очень много людей. Мы стояли на ногах, не обедали. Потом мне говорят, что я депортирован. Я спрашиваю, за что? Они отвечают, за все. Я снова спросил, за что именно? Они ушли, сказав, за все. Потом вызвали, зашел в кабинет, сказали, достань все, что у тебя в карманах. Я ответил, хорошо, и достал все из карманов. Деньги. Около 10 часов вечера я вышел из комнаты допросов. Потом сидел до 2 часов ночи. В 2 часа ночи меня снова вызвали 10 человек. Назвали мое имя и фамилию. Я вошел в комнату, сняли отпечатки пальцев. Знаете, в тюрьмах есть устройство для измерения роста. Они использовали такое устройство, чтобы сфотографировать меня. Взяли слюну изо рта. На мой вопрос «Зачем?» ответили «Просто так». Сначала нам сказали, что на 10 лет мы не можем въезжать в Москву. Мы ребята, которые приехали в Москву впервые. Мы не совершали никаких преступлений, а над нами просто издеваются. Сидим в холоде. Здесь корейцы, французы, казахи. Их пропускают. Почему именно узбеков депортируют? Также депортируют таджиков и кыргызов, но основное внимание уделяют узбекам. Как отметил Шахимардон Магометов, в аэропорту, по его подсчетам, задержали около 70 узбекистанцев. Ему отказали в просьбе поговорить с начальником погранконтроля. Он рассказал, что прилетевшим приходилось есть лапшу быстрого приготовления с холодной водой. Даже кипяток не всегда удавалось купить. Многие, по словам узбекистанца, спали на полу и простудились. Также он стал свидетелем насилия со стороны силовиков. Вчера одного таджикского парня избили, но об этом нигде не упоминалось. Потому что دوستان عزیز همینجا رو خوب دقت کنید. در این برنامه میگن که همین برادر ازبک ما میگه که دیروز یک توجیک رو لاتوکوب کردن ولی در هیچ جای این چیز ذکر نشد و هیچ انسانی در این واقعه رخ نداد. یعنی توجیک رو در داخل ایرپورت شیرمتیو و بعد از تاجیکستان اومدن لاتوکوب کردن. میفهمید؟ هیچ واکنش هیچ کار اهمیتی داده نشد و هر روز این واقعه بالای تاجیکا رخ میدهد. بیا گوش کنیم دومش. Тот таджикский парень боится. Он говорит, что ничего не будет говорить, потому что ему угрожали. Телефоны у него, например, разбили. Я ему говорю, давай расскажем, но он боится и отказывается. Новоприбывшим дают еду только 1 день. شما دیدید نگاه که توجیک رو لاتوکوب کردن، تلفنش رو شکستن و تهدیدش دارن و من میگم که بیا این واقعه رو بگه، میگه که نه من میترسم. یعنی میترسه. توجیک تلفنت رو میشکنن، لاتوکوب میکنن، ضربت میزنن و هر کار میکنن. جانو در خطر میترسید. باز دیگه جای ترس مونده است. دیگه ترس تنها از فدراسیون روسیه نیست، ترس از تاجیکستان هم است که در اینجا بر رسانه‌ها صحبت میکنی. فردا تاجیکستان رفتی برای تو اتهام وارد میکنن که تو در رسانه‌ها گپ زدی، باید تو خب میکردی. باید حالت لاتوکوبی که از جانب فدراسیون فاشیستای حکومت فدراسیون روسیه صورت گرفته است رو باید حرف نزنی. چرا؟ چون رحمانوف خفه میشود. از حالت ناگواری در فدراسیون روسیه خبر بدی برسان و در تاجیکستان رفتی نسبت پرونده باز میکنن. این حالتی است که مردم تاجیک ما را میترساند. میترسد از لاتوکوبش، از تلفنش شکستن، از اون چیزایی که نسبت صورت گرفته حرف بزند. به خاطر چی؟ به خاطر که گفتن نمیشود نرم در اونجا تاجیکستان حکومت ما را دستگیر کند و یا چرا تو روس‌ها را تنقید کردی. این حالت تاجیک است. به اینجا اومدیم رسیدیم. نه تنها که دفاع نمیکند بلکه به عوض اینه که حکومت تاجیکستان دفاع نمیکند، باز اگر ما تنقید کردیم یگان حکومت دیگر باز نسبت ما پرونده باز میکنه.
Откуда им брать еду? На что они будут жить, если они приехали сюда, чтобы заработать? Здесь доширак стоит 300 рублей, а снаружи 10. Если хотите попить воды, она стоит 300-400 рублей за пол-литра воды. Представьте себе, мы купили чай за 70 тысяч сумов. Один чайник чая наш брат купил за 70 тысяч сумов. Так и получается, если вы захотели попить воды. Шахимардан говорит, что был вынужден обратиться к журналистам, поскольку пока находился в аэропорту, пытался связаться с властями Узбекистана, но ни от кого не получил ответа. Посмотрите, я звонил в миграционную службу и посольство. У меня даже есть скриншоты на телефоне. Я звонил 3 или 4 раза за 50 минут. Представьте себе, жду 2 часа с надеждой. Если бы посольство хотя бы подняло трубку и сказало, что мы вернемся в Узбекистан, у нас не было бы никаких возражений. Но посольство даже не поднимает трубку, это просто выводит из себя. Было бы хорошо, если бы посольство как-то решило этот вопрос, если бы посольство официально заявило: узбеки, не приезжайте, ситуация такая вот. Они могли бы разместить это на каналах, на YouTube, в Instagram. Вот так пусть и делают. Что будет с остальными людьми? Каждый день прилетают узбеки. Поверьте, по 200-300 узбеков. Если их внешность понравится, их пропускают. Если нет, не пропускают. Что это за закон такой? В аналогичной ситуации оказался Дильшот. Имя нашего собеседника изменено в целях безопасности. Узбекистанец прилетел в Москву вместе с дочерью, чтобы устроить ее на учебу. Супруга Дильшота – гражданка России. Дильшот и его дочь все еще находятся в аэропорту. Моя жена, чтобы купить билеты для меня и моей дочери, копила на них 8 месяцев. Зарабатывала, убирая чужие дома. Все, чтобы купить нам билеты. И что теперь? Нас просто отправляют обратно. Мы не зарабатываем деньги, чтобы просто покупать билеты, и нас отправляли обратно. Что будет дальше? Министерство иностранных дел. Есть ли кто-то, кто защитит нас в Узбекистане? Мы продолжаем. В Госдуме предлагают запретить покупать оружие мигрантам, которые недавно получили гражданство России. Законопроект разработали депутаты «Справедливой России». Глава партии Сергей Миронов. خب دوستان عزیز همطوری که من ذکر کردم دیدید که در اینجا حالت مجرم مهنتی واقعا بعد از این مشکلاتی که در زندان شد بدتر شده ایستاده است و هر روز در فرودگاه‌ها بر ملت تاجیک و مردم تاجیکستان زجر میتین، عذاب میتین، شکنجه میکنن، لطو کوب میکنن، ولی هیچ کسی آماده دفاع کردن از حق تاجیک نیست و حتی همین اشخاصی که در اونجا ظلم میشوند، ستم میشوند، بازم میترسن که بر عوض اینه که موضوع از این ستم و ظلم در کجای بگیم، بازم نسبت ما پرونده باز میکنن در تاجیکستان و مشکلات بیشتری بالاشون پیش میاد. این باعث میگردد که اونها خاموشی را اختیار کنن، انتخاب کنن و حرف راجع به همین قضیه نزنن. البته برادران و خواهران عزیز گرامی، اگر که ما نگاه کنیم قضیه از اینجا سرچشمه میگیرد که مردم ما یک مردمی هست که بیشتر حالت گوش میکنند حرف پدر مادرشون و حرف پدر مادر که از همون کودکی بچم خاموش باش، بچم خاموش باش، خب کن، گپ نزن، دم تا بگیر. این باعث میگردد که وقتی که ما میایم در خارج کشور به ما ظلم کرده می شود، ستم کرده می شود، ما در همون حالت خاموشی قرار میگیریم، به خاطر که در کودکی برای ما پدر مادر نگفتن که بچم چی بخوای، چی گپ زنی، چی داری، در هر سوالی ما جواب باید میگفتن، نگفتن. پدر مادر باید میگفتن که بچم تو توانمندی، میتونی، بکن، انجام بدی، بره درس بخون، این کارا بکن، اون کارا کن. برای ما آزادی ندادن، سر راه ما را از هر کار گرفتن و این باعث گشت که ما امروز وقتی میایم هر کسی بالای سرمون حرف میزنن، گپ میزنن، ما اون ترس وحشتی که از کودکی بالای مینه سر ما اومده است او را انتخاب کنیم، خاموشی را اختیار کنیم و حرف نزنیم. برادران و خواهران عزیز گرامی قدر، ما باید که در قدم اول همین ترس و همین مفکوره غلامی را از سرمون دور کنیم و اول به اون هدف بیایم برسیم که امروز ما و شما یگانه دفاع کننده خود ما هستیم. اگر ما از خودمون دفاع نکردیم کسی از ما و شما دفاع نمی کند. ما دیدیم که حکومت در عوض اینی که دفاع کند میبره زندان میکنن، یعنی دفاع نمیکنن، یعنی باز میبره زندانتون میکند. پس دفاعگر هر کس خودش هست. بزرگانی به مانند کرامت شریف، خدا رحمتش کند، عمر علی قوت، خدا رحمتش کند، عزت امان و ده ها بزرگ دیگری که خواستن خدمت کنند در این راه، شما قدرشان را ندانستین، ما قدرشان را ندانستیم و این باعث گشت که آنها زندان شوند، کشته شوند یا اینکه در این راه عمرشون از دست بدهند.
برای همین خاطر وقتی که ما از اونها دفاع نکردیم، امروز گله از جانب خودمون باید باشد. ما امروز باید کسی را نگیم که هیچ کسی نیست از حقوق ما دفاع کند، چون دفاعگر حقوق خود هستیم. من امروز اگر از حقوقم دفاع نکنم، فردا کسی از حقوق ما دفاع نمیکنه. من امروز برای همین از حقوق خودم دفاع میکنم و تلاش میکنم که هر جای باشم شخصیتم، هویتم، ایمانم، عقیده‌ام دفاع کرده شود و از جانب خودم دفاع کرده باشه و او زیر سوال نره. در هر جا که نسبتم تحقیر میشه و او من ایستادگی میکنم، اگر حتی بر عوض هر چیزی که باشه من اونجا ایستادگی میکنم و هیچ کسی را نمیگذارم که نسبتم تحقیر کنه و نسبت هیچ کس هم تحقیر نمیکنم. هر جای تنقید باشد قبول است، پذیرش است، ولی تحقیر هیچ جای قبولی ندارد و پذیرش ندارد. بر اساس همین مردم تاجیکستان امروز باید در این بیان به این نقطه بیان برسند که امروز هر کسی که بالای سر ما تحقیر میکند اون را چکار کنیم، به جوابگری بکشیم و حد امکان در جایش بشنانیم و نگذاریم که نسبت ما تحقیر و توهین کند. یک کسی شاید به عده کلانسالی به ما تحقیر میکند که کلانسال است، یک کسی دیگر به عده علمی شاید بزرگتر است، میگه که از دیدگاه علمی علمش بزرگتر است، توهین تحقیر میکند. باید هیچ تحقیر قبول نباشد. تنقید کنن، نصیحت بکنن، این قابل احترام است، ولی توهین و تحقیر رو در هیچ جایی باید ملت تاجیک، مردم تاجیکستان قبول نکند و هر کسی که توهین میکند باید در جا شنونده شود و انسانی را که در جای تحقیرش میکند در اونجا باید نشیند و راهش را مشخص معین کند. برادران و خواهران عزیز گرامی، ما در برنامه امروز راجع چند موضوع صحبت کردیم، ولی موضوع مهمی ما این موضوع مهاجرت مهنتی بود که ما در این موضوع صحبت‌های طولانی داشتیم و من علاوه بر این صحبت‌ها میخوام یک نقطه را در اینجا ما و شما نگاه کنیم، سعی کنیم و بیاندیشیم که رسانه‌های تاجیکستان و رسانه‌های دولتی در همین موضوع مهاجرت مهنتی طول یک هفته گذشته چی میگویند و چه کارهایی را کردن که برای مهاجران مهنتی فایده آور است. ما میگذاریم به سامانه خاور، سامانه رسمی حکومتی دیکتاتوری امام علی رحمان و میاندیشیم، میبینیم که در یک هفته ای که مهاجران مهنتی در پسترین حالت قرار دارند و چه کارها در یک هفته برای مهاجر مهنتی انجام داده شد و چه مشورت داشته شد که مهاجران مهنتی نروند فلان جا و کاری نکنند. ما میگذاریم به رسانه خاور و رسانه دولتی حکومتی دیکتاتوری امام علی رحمان. خب همینطور که شما میبینید دوستان، من در رسانه خاور قرار دارم. این رسانه خاور است و اینم من برای شما بزرگ کردم و شما میبینید که خب در اینجا فقط همطوری که میبینید امام علی رحمانوف دیدار کرد با سرور دولتی قزاقستان، ولی ما این اهمیت نمیدیم. ما اینجا میگذاریم به اخبارهایی که در این گوشه نشر میشوند. ما میبینیم خب در ولایت ختلان دویر به موسم جمع‌آوری پخته جلسه دویر گردید. خب یک چیز عادی. خب فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خب بیا ببینیم چه فرمانی نشر کردن و این فرمان ما میبینیم. برمیگردیم دویم برو با این است. خب فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی و کی مهلت مقرر گردیدن خدمت. خب درباره خدمت حربی است، ما ایرا نمیریم دیگر چون ما نیاز به این چیز نداریم. برمیگردیم به مطلب. امروز با غالبان آزمون بهترین رولک و بهترین عکسی، خب در اینجا رولک، حالا دیگه نمیفهمم این خاور به کدام زبان می نویسد، ولی ادبیات تاجیکی رو میتوند. خب اینجا شما میبینید ما دیگر نمیریم. دیگر در اینجا یک چیزی که اصلا برای ما تاجیکا ربط ندارد. راه آهن تاجیکستان و شرکت کل قزاقستان تیمور ژالی همکاری تحکیم میکند. این هم به فایده مهاجران مهنتی نیست. احتمال پول ملی احترام ملت و دولت است. این هم برای ما ربط ندارد. سیر دوشنبه، امروز در دوشنبه بر روزنامه‌نگاران سیاحت به موضع زیبا منظره پایتخت تشکیل کرده می شود. این هم برای ما و مهاجران مهنتی ربط ندارد. خب در نورآباد وابسته به تقویت بخشیدن همکاری میلیتسا با جامعه و خوری برگزار شد. این هم تعلق به ملت و مردم ندارد و که مهاجران مهنتی جای کار تشکیل کرده باشند. در ناحیه شهر توش مشغولیتی علمی عملی جمهوریوی دایر گردید. خب این هم ربط ندارد. فستیوال ایشم ربط ندارد.
آمودگی به سال نوی خونیش ایران تعلق ندارد. تاجیکستان و قزاقستان همکاری در سر صنعت تقویت میدهند، ربط ندارد. کودکان نورسان دهه زگوار نوحیه ایشان ربط ندارد. در تاجیکستان برای تشخیص و طبابت بیماری‌های ضد کرونولوژی 6 مؤسسه طبی فعالیت میکند. خب فعالیت میکند، تشکیل نکردن بلکه قبلا بوده است، ایشان تعلق ندارد. سرور دولت امام علی رحمان در شهر دوشنبه مؤسسه دولتی مکتب بچگان صنعت و نام اودین هاشم را افتتاح کرد. یک مکتب تشکیل کردن برای صنعت. اگر دوستان کلمه صنعت را نمیفهمند، یک صنعت این سراینده و رقاصه و برای فیلم و این کارها یک تحصیلاتی عمومی تشکیل کردن، مؤسسه تحصیلاتی میانه. خب میگذاریم بعد پرزیدنت مملکت امام علی رحمان در نوحیه فردوسی شهر دوشنبه مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 11 رو افتتاح کرد. بود به نظرم همون است و در اینجا بعد دیگر مطلب دیگه مورا نشکن. اسنامه آموزگاران 31 معلمه جوان خوب در برای مرب ندارد. خب دوستان عزیز، همونطوری که میبینید ما تقریبا اگر نگاه کنیم دیگر نخونیم که شما خسته نشوید. همونطوری که میبینید بینندگان کمک خسته میشوند. یگون چیز در همین رسانه ها خب اینجا شما میبینید برای مهاجران مهنتی گفتن نشده است و نوشتن نشده است و آگاهی هم داده نشده است. هیچ مطلبی را نشر نمیکنن که در اون مطلب ملت توجیک، شهروند تاجیکستان و مهاجر مهنتی تاجیکستان که در کشور فدراسیون روسیه و در جای قرار داشته باشد ابرو حیثیتش حفظ کرده بشود، حمایت کرده بشود، این دیده نمی شود. بر اساس همین ما و شما باید تلاش و کوشش کنیم که از ناموس خودمان، از حقوق خودمان دفاع کنیم و هیچ نفر برای ناموس ما، ابروی ما، شخصیت ما، هویت ما آماده دفاع کردن نیست و حکومت تاجیکستان با سرپرستی خواهین ملت امام علی رحمانوف هیچ وقتی برای بهبود بخشیدن وضعیت ما و شرایط ما، هویت ما، ارزش‌های ملی و دینی ما فعالیت نمی‌کند و فعالیت نکرده است و هیچ وقت هم نخواهد کرد. از این دیدگاه برای آینده تاجیکستان، برای آینده کشور ما و شما باید تلاش و کوشش کنیم که خود ما قدم‌های سازنده رو بزنیم و تلاش کنیم که آینده یک کشوری بسازیم که در اون کشور هر شهروند تاجیکستان ارزش داشته باشد، هر شهروند تاجیکستان قدر داشته باشد در هر کجایی که نباشد. و امروز اگر حتی با همین پاسپورت یا اینکه شهادتنامه خودمون نگاه کنیم، در شهادتنامه خودمون در اونجا شهروندی ما ارزش ندارد، شهروندی ما با خواهش و تولا از دیگر کشورها خواهش کرده است که از ما دفاع کنند و ما را احترام کنند، در حالی که در عمل هیچ کاری انجام داده نمیشه. و ما باید کوشش کنیم که پاسپورت ما، شهادتنامه ما در عرصه بین المللی یک وزن داشته باشد، یک صدا داشته باشد که هر کسی که شهادتنامه تاجیکستان رو باز میکند باید بداند که در اینجا در پشت این یک حاکمیت ایستاده است و در صورت تحقیر کردن به این شخص، تحقیر کردن به این شهروند آینده جوابگری دارد و تاجیکستان ایستادگی میکند و وکیل میگیرد، تلاش میکند که یک شهروندش در هر کجایی باشد حمایت و حفاظت میشد. من یک اظهار میکنم به تمام مهاجران مهنتی که همدردی مرا قبول بکنن و در این رنج و اذیتی که شما دارید من همدردم، شریک هستم. من خودم مهاجر مهنتی هستم. من حالت شما را از همه بیشتر درک میکنم. چند سال در فدراسیون روسیه زندگی کردم. من میدونم که حالت شما واقعا حالت سخت است، در حالت ناگوار قرار دارید، ولی علاوه بر همه همین باید قوی باشید، باید سعادتمند باشید، باید پر انرژی باشید، باید تلاش و کوشش کنید که از حقوق خودتان دفاع کنید، در هیچ جای پاره ندهید، به پاره و به پاره بازی دست نزنید و کوشش تلاش کنید که از راه حقوقی، از راه قانونی قانونهای خودتان را، حقوقهای خودتان را دفاع کنید و کارهای غیر قانونی دست نزنید، چون کارهای غیر قانونی شما را به ذلت میرساند، ملت شما را به ذلت میرساند، کشور شما را ابروش را از بین میبرد و هیچ کاری در آینده انجام داده نمیشود. و همین خاطر از شما خواهش میکنم و دوستان و برادران، من عذر مرا قبول کنید، درد مرا قبول کنید که من امروز متاسفانه نتوانستم حمایت کنم از حقوق شمایشون در فدراسیون روسیه قرار نداشتم. اگر در اونجا می بودم آماده همکاری هستم. من امروز
در کشور بریتانیا کبیر قرار دارم و آماده‌ام از دیدگاه حقوقی به هر مهاجر مهنتی که در این کشور اذیت میکشد، زحمت میکشد و یا اینکه از جانب کسی حقوقش پایمال کرده میشود، آماده کمک هستم، آماده هستم در همه سمت با شما کار کنم. و اگر که هر کسی که در کشور بریتانیای کبیر یا که انگلیس قرار دارد و قانونش و حقوقش پایمال کرده میشود، مرحمت به من مراجعت کنید. من آماده ام که از حقوق شما دفاع کنم. اگر که تو جای توانمندی خودم است، اگر توانمندیم نیست، براتون وکیل میگیرم، براتون پیشنهاد حقوقی میکنم و کوشش تلاش میکنم که برای شما خدمت رسانی کنم ان شاء الله. دیگر وقت شما رو زیاد نمیگیرم، ما زیاد از 1 ساعت و 45 دقیقه میشه در پخش مستقیم در حضور شما امروز قرار داریم و برنامه هم طولانی تر شد، اگرچه من نمیخواستم از 1.5 ساعت بیشتر صحبت کنم، ولی به هر صورت وقتی ما طولانی تر کشید. انشالله که در برنامه بعدی بازم در موضوعهای گوناگون صحبت میکنیم. کانال ما نو است دوستان، ابونه شدن رو فراموش نکنید تا از نوارهای بعدی ما آگاه شوید و برای این انشالله که زنگوله را زیر کنید، لایک کنید تا کانال ما کمک پیشرفت کند، ما بتوانیم در آینده بیننده زیادی رو جلب کنیم و از طریق فکر سازی و از طریق برنامه‌های درستی که برای ملت تاجیک، برای مردم تاجیکستان پیشنهاد میکنیم، یک حالت دیگر و وضع دیگر را به میان بیاریم. و اگر ما تلاش نکنیم، کوشش نکنیم، دانسته بگیرید که آینده همین ملت با همین تفکر دارد پیش می رود و هیچ دیگرگونی به میان نمیاد. فکر نکنید که برنامه‌های ما اثر ندارد، بلکه ما در اینجا تفکر سازی میکنیم، فکر میدیم، شعار میدیم به مردم، اندیشه میدیم و یک روز در یک حالت پستی، در یک حالت ناگوار، این اندیشه و این فکری که ما برای شما میدیم لازم میشود و شما میتوانید با ما مراجعت کنید یا که از این کارهایی که این پیشنهادهایی که ما برای شما کردیم از این پیشنهادها بگیرید و از حقوق خودتان دفاع کنید که آبرویتان، شخصیتتان حفظ کرده شود. به همین خاطر دوستان، اگر هر کسی ابونه شدگی نیست در کانال ما ابونه شوید و لایک بزنید و از همه شما خواهش میکنم که ما را دستگیری کنید و این خواهشی من در برنامه بعدی هم تا یک مدتی که کانال ما کمک پیشرفت میکند خواهد بود. و اگرچه من دوست ندارم که در برنامه قبلی که ما در دیگر کانال ها داشتیم شما میدیدید که من هیچ وقت هیچ مراجعت برای ابونه شدن، برای لایک گذاشتن نمیکردم، چون از دیدی من این کار درست‌تر نبود. ولی چون من عین حال برنامه نوی دارم و کانال من کانالی نو است و از این دیدگاه مجبوریم برای شما از شما خواهش کنیم که ما رو دستگیری کنید تا اینکه بتوانیم آینده برنامه‌های درست و قوی برای شما پیشنهاد کنیم که فکر شما رو بسازد، شما را نیرومند کند و شما را جسور و برنامه ریزی کند که آینده بتوانید از حقوق خود، از حقوق شهروندان خود، از حقوق کشور خود هر کجای نباشه دفاع کنید. دیگر شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعدی. الله متعال شما را حفظ نماید. زنده و سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله.